الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سورة مبارکه مائده مدنی است و از ترتیب نزول 112 سوره از سوره هایی که در آخر زندگی سرور کائنات نازل شده. این سوره مبارکه مناسبت و ربطش با سوره نساء و سوره های قبل از نظر نام عرض کردیم. مائده به معنای سفره هست، چون در این سوره مبارکه تذکره مائده حضرت عیسی علیه السلام هست. اون مناسبت سوره را مائده میگن. از نظر معنا سروران گرامی در سوره نساء اکثر امور انتظامیه رعیتی و حکامی بیان شدن و درباره توحید مختصراً بیان شد به عنوان یادآوری وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَیْئًا گفته شد و ثمره شرک را هم بیان کرد که شرک چنان مرض مهلک و ناعلاجی است فردا قیامت که به هیچ عنوان مشرک بخشیده نمی شود. لذا اکنون انواع شرک را الله تعالی در سوره مائده بیان می‌کند. دو نوع شرک ما داریم، شرک فعلی و شرک اعتقادی. یک نوع شرکی که در اعتقاد انسان شرک جا میگیره، غیر خدا را حاضر ناظر غیبدان متصرف مشکل گشا فریاد رس دادرس انسان تصور میکنه. خب این شرک در اعتقاد جا میگه. یک نوع شرک فعلی هستن که انسان یک سری اعمالی انجام میده که این اعمالها شرک حساب میشن، اونها را شرک فعلی میگن. در این سوره مبارکه هم شرک فعلی هم شرک اعتقادی تفصیلا بیان میشه. در ابتدای سوره الله سبحانه و تعالی شرکهای فعلی را بیان می‌فرماید و بعد شرکهای اعتقادی را زجر و تهدید هم برای یهود و نصارا به کثرت هست، چون روی سخن بیشتر با یهود و نصارا میشه. خرافاتی را که یهود و نصارا انجام میدادن و خرافاتی را که مردم مکه انجام میدادن که مشرکین عرب بهشون میگن، الله سبحانه و تعالی خرافات اعتقادی و عملی آنها را که شرک فعلی و اعتقادی آنها هست در این سوره مبارکه الله سبحانه و تعالی بیان میفرماید. پس این سوره دو قسمت داره. قسمت اول نفی شرک فعلی هست و قسمت دوم نفی شرک اعتقادی.
پس در آخر سوره نساء فرمود یبین الله لکم ان تضلوا، الله تعالی تبیینا آیات و احکام را برای شما بیان می کند، هم آیات توحید را هم آیات احکام را، تا که شما گمراه نشید. این تبیینی که الله سبحانه و تعالی دارد در این سوره های مبارکه می کند. شما می بینید این سوره ها که ما داریم میخوانیم، سوره بقره، آل عمران، نساء و این مائده، این سوره های مدنی هستند، روی سخن با یهود و نصارا هم هست و مشرکین مکه هم ولکن نیستند، اونها بیشتر عداوت دارند و دارند تعقیب میکنند. به این خاطر الله سبحانه و تعالی در این سوره آیات توحید را که مسئله اختلافی و مسئله متنازعی و مختلفی بود تبیین میکند، طبق بیانی که فرمود یبین الله لکم. الله تعالی تبیین میکند برای شما آیات را تا که شما روی هدایت بیایید. در آل عمران، در سوره بقره مسئله توحید بود، یک مسئله که بسیار مورد نزاع و اختلاف بود، تحریمات الهی، تحریمات غیر الله، نذور الله، نذورات غیر الله. من آنجا هم عرض کردم، توضیح دادم، اینجا در ابتدای سوره قسمت اول که نفی شرک فعلی هست، همین 4 چیز را بحث میکنه: تحریمات الهی، تحریمات غیر الله و نذر الله و نذور غیر الله. نذور الله، نذور غیر الله، باز مجددا تکرار میکنم. تحریمات الله اون چیزهایی که خدا حرام کرده، تحریمات غیر الله آنهایی را که غیر خدا حرام کردن، بندگها انسانها حرام کردن. نظرهای الهی و نظرهای غیر الله از نظر حکم هر 4 با هم متفاوتند. تحریمات الله را انسان در اعتقاد حرام بداند و از آنها اجتناب بکند، تحریمات غیر الله را در اعتقاد هم حلال بداند و آنها را حتی الامکان به استعمال خود بیارد و آنها را به مصرف برساند. نظرهای الله را اعتقادا حلال بداند و از آنها استفاده کند و نظرهای غیر الله را اعتقادا و عملا حرام بداند. قبل از اینکه بحث را شروع کند، در قسمت اول آیه الله تعالی خطاب میکند: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. مؤمنین ایفا کنید شما عهدها و عقدهایی را که بسته. مراد از این عقود چیه سروران گرامی؟ از این عهد و عقود که خدا ما را دستور ایفا میدهد، یا ایها الذین آمنوا اوفوا، ایفا کنید العقود، جمع عقد هست، عقدها و عهدهایی را که شما وقتی که کلمه خواندید، شما با خدا این عهد و پیمان را بستید که حلال تو را حلال میدانیم و حرام تو را حرام میدانیم، از شما و رسول شما اطاعت میکنید. الله تعالی میفرماید این قراردادی که شما بسته اید این را ایفا کنید. اوفو بالعقود، عهدها و عهدهایی را که با خدای ذوالجلال بسته اید آنها را ایفا کنید. موقع آوردن ایمان یا اون عهدهایی که خدای عزوجل در طول تاریخ از بشر گرفته به واسطه اعظام و ارسال انبیا، یا عهدی که خدا در عالم ارواح از شما گرفت که الستو بربکم، همه شما گفتی، ارواحای شما گفتن قالوا بلا، این عهدها لحظه همه عهدها را حالا عام میگیری، تمام عهدهایی را که شما با خدا بسته اید ایفا کنید. یا حتی با بندگان خدا اگر عهدی قولی قراری دارید اون عهدها را هم ایفا کنید، نقض عهد نکنید. بیان تحریمات غیر الله هست.
آن چیزهایی که غیر خدا حرام کردند بیان آنها از احلت شروع شد. حلال قرار داده شده برای شما بهیمة الانعام، حیوانات چهارپا. بهیمه و بهائم از بهم هست. حیوانات را بهیمه میگن که گنگن، نمیتوانن مطلب خود را بیان کنند. و اضافت بهیمه به طرف انعام، این اضافت بیانی هست. حیوانات چارپا، بهیمه خود به معنی حیوان هست، انعام به معنی حیوان چارپا. این خاطر ما میگیم که اضافت بیانیه هست، مثل خاتم و فضه. حیوانات چارپا بر شما حلال کرده شده. لہذا اللہ سبحانہ و تعالی این حیوانات چهارپا را جای دیگر در قرآن عظیم الشان تقسیم کرده به 8 سن. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. ای مومنین حرام نکنید پاکیزه های، یعنی آن چیزهای را خدا برای شما حلال کرده. تجاوز نکنید از حدود شرعی که الله تعالی دوست ندارد متجاوزین را. بخورید مما رزقکم الله حلالا طیبا واتقوا الله، یعنی اون بهیمه انعام که طیباتن و خدا برای شما حلال کرده، آنها را استفاده کنید. از طرف خود حلال و حرام درست نکنید. حالا مشرکین مکه 4 نوع حیوان را، 4 نوع شتر را حرام کرده بودند. در آیه 173 ورق بزنید: ما جعل الله من بهیرة ولا صائبة ولا وسیلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. آیه 103 سوره مائده. این مقصد اینه که اینها 4 نوع حیوان، بهیره، صائبه، وسیله، حام، تشریح این آیه را همینجا من میکنم، این چیزها را اونها حرام کرده بودن. اینها 4 نوع شتر با 4 نام یاد میشدن: بهیره، صائبه، وسیله، حام. اینها انواع و اقسام نامهایی هستند که اینها را مشرکین از خود طرف خود حرام کردن. پس اون 4 پاها و حیواناتی که الله تعالی فرمود 8 ازواج، من المعد 2 و من الذان 2 و من الابل 2 و من البقر 2، بز نر و ماده، میش هم نر و ماده، و شتر هم نر و ماده، گاو هم نر و ماده. در دنیا الله تعالی این 4 حیوان 4 پا هستند که الله تعالی برای انسان اینها را مشروع کرده. اینها از طرف خود این چیزها را حرام می کردن، به نام حام، به وسیله، صائبه، وسیله. الله تعالی میگه احلت لکم بهیمة الانعام ها الا ما یتلا علیکم. آن 4 پاهای از حیوانات 4 پایی که حکمشان بر شما تلاوت کرده می شود. حکم اون حیوانات 4 پا که حکمشون برای شما تلاوت کرده می شود که در حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما احل به لغیر الله به منخنقه موقوذه متردیه نتیحه و ما اکل السبع الا ما ذکیتم و ما صبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام. اینها 4 پا هستند، حکمشون بر شما تلاوت میشود، اونها حرامند، ورنه دیگه همه حلالند. شما از طرف خود چرا حرام درست کردید؟ اینها را حرام میدانید در حالی که غیر احلال کننده صید باشی، در حالی که شما احرام دارید.
در حال احرام صید بر برای شما حرامه. صید هم حیوان چهارپا، آهو با تمام انواع و اقسام خودش، شکار، خرگوش، اینها چهار پا دارن. این چهار پاها که برای شما حلالن، شما در حالی که غیر حلال کننده صید باشید در حالی که احرام دارید. این غیر محل صید دو ترکیب دارد. ترکیبی که من عرض میکنم حالی معنی میکنم، حلال قرار داده شده اند برای شما حیوانات چارپا، خان اون حیواناتی که حکم بر شما تلاوت کرده میشه حکمش، در حالی که شما حلال کننده صید هم نباشید در حالی که احرام دارید. یا این غیر محل صید خبر برای کانه محذوب، کونو غیر محل صید و انتم حرم، باشید شما غیر حلال کننده صید در حالی که شما احرام دارید. در حالی که شما احرام دارید صید را حلال کننده نباشید، صید برای شما حرامه. ببینید الله سبحانه و تعالی میگه همه حیوانات چهار پا برای شما حلالن، هر چی شدن، ها الا ما یتلا علیکم، اون حیوانات چهار پا که حکمش بر شما تلاوت میشه اونها حرامن که من عرض کردم حرمت علیکم المیتة والدم، اینا هم حیوان چهار پا، اینها حرامن. و در حالی که شما غیر حلال کننده صید باشید، صید هم حیوان چهار پا، صید شکار با تمام اقسام خودش، در حالی که شما احرام بسته اید، احرام را از زاهدان بستید، احرام را از مکه بستید، احرام را از امریکا بستید، وقتی شما احرام بستید لحاظا در حال بستن احرام صید حرام میشه. اگر محرمی در حال احرام صیدی را شکار کند و 1 میلیارد بار هم بسم الله الله اکبر کند و سرش ببره، او حرام، حلال نمیشه. در حال احرام صید و شکار برای انسان حرامه، این جزء محرمات الهی است. همین آهو را غیر محرم شکار می کند، بسم الله الله اکبر می کند سرش می بره، یا بسم الله الله اکبر می کند و اون تیر کمانی را که او را جرد می کند میزنه، حلاله. لیکن اگر حاجی نه بسم الله الله اکبر بکنه هر چقدر نوبت این حرام میشه، این از محرمات الهیه. پس الا ما یتلا احلت لکم بهیمة الانعام، تردید تحریمات غیر الله بود. آن چیزهایی را که غیر خدا حرام کرده، صاحبه بهیره هم وسیله، آنها حلال، غیر آنهایی که حکمشون بر شما تلاوت میشه و شما باشید غیر محل صید. خب چیز یکیه، برای یک موقع حلاله یک موقع حرام. همین صید را مثلا این مردم مسئله را نمیدانند، اگر محرم شکار کنند و هر چقدر بسم الله الله اکبر بگه و سر ببره، او حرامه، قطعا حرامه. به اضافه ای که حرام قابل استفاده نیست، هم از طرف شریعت جریمه هم میشه، جریمه هم باید بده. خب غیر محرم شکار کند، بسم الله الله اکبر کنه سرش ببره، حلال طیبه. اینجا دیگه غیر محرم وقتی شکار کرد، محرم و غیر محرم میتونن بخورن. محرم میتواند شکار دیگران را بخوره، خودش نمیتونه. حتی اگر با دست به طرف صید اشاره کنه که بگه او صیدی هم گناه داره. محرم معنیش همینه که با احرام سروران گرامی بسیار چیزهای حلال بر او حرام میشه. محرم معنیش اینه که وقتی او احرام میبندد و نیت میکند بسیار چیزهای حلال را بر خودش حرام میکنه. محرم معنیش همینه. خب تشریع اینها میاد الان ان الله یحکم ما یرید، این یک جواب اعتراض مقدره عجیبه. محرم بیچاره حرام کرد،
غیر محرم حلاله. در حرم الهی که برای محرم و غیر محرم صید و شکار حرام است، لیکن بیرون از حرم برای غیر محرم حلال، برای محرم حرام. چیز یکیه، برای یکی حلاله، برای یکی حرامه. این چه عقل و این چه دانش و امروز اعتراض میکنه مردم. الله تعالی این سوال را جواب میده ان الله یحکم ما یرید. جواب الهی حاکمانه است. الله تعالی حکم میکند آنچه اراده کند. یک شی را برای یکی حلال میکند، برای دیگری حرام میکند. در یک حالت حلاله، در حالت دیگر حرامه. شی همون یکیه. خدا هر حکمی میکند میخواهد کسی حق چرا نداره. چه عقل شما کار میکند اینجا؟ عقل اگر ما کار ببندیم عقل دیگه هیچ عقل نمیپذیره. برای محرم حرام، برای غیر محرم حلال. شیئی که غیر محرم شکار کند حالا محرم و غیر محرم بخورند. اگر محرم شکار کند هم بر محرم حرامه هم بر غیر محرم حرامه. غیر محرم هم نمیتونه بخوره وقتی محرم شکار کند. غیر محرم شکار کند محرم و غیر محرم بخورند. تو لہذا اللہ سبحانہ وتعالی فرمود ان اللہ یحکم ما یرید. اللہ تعالی حکم کند به مطابق اراده خودش، به آنچه بخواهد حکم کند. برای یکی حلال برای دیگری حرام. دیگه شما حق چرا نداری؟ حق اعتراض نداری. لیتو الله هم نمیتونی بکنی. تکان خوردید شما بنده نیستی، شما خارج از لیست بندگان. بنده معنیش همینه، عبد معنیش همینه. نباید چرا بگی. این هم الله تعالی جواب حاکمانه داد. چه؟ انتم حرم جمله حالی هست از ضمیر غیر محل الصید. محل الصید باشید شما غیر حلال کننده صید در حالی که شما احرام دارید. جمله حالی هست. اگر غیر محل الصید را حال بکنی غیر مضاف محلی دیگر به خاطر اضافت نونش افتاده. این حال میشه از ضمیر لکم احلت لکم در حالی که شما غیر محل الصید باشید. این تحریمات الله بیان شد. اون چیز غیر الا ما یتلا علیکم که من عرض کرده از انما که تحریمات الهی بیانه غیر محل الصید باشید. خب بیان نظرهای الهی، نظرهای الهی بیانشون در این آیات یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحدي ولا القلائد ولا آمین البيت الحرام. شما حلال ندانی شعائر الهی را، یعنی آن چیزهایی را که یادگار خدا هستند آنها را حلال ندانید، یعنی به حرمتی نکنید، احترام آنها را بجا بیارید. حلالشون ندانید یادگارهای الهی را، یعنی حد که حرمت نکنید، بی احترامی نکنید، احترام آنها را بجا بیارید. که شاعر الهی هر آن چیزهایی که محل یاد خدا هستند، یادگار خدا هستند، برای خدا تعیین شدگان. حالا یادگار الله مساجد الهی هستند، مسجد الحرام است، مسجد النبی، تمام مساجد این هم یادگار الهی هستند. و مایی که خدا به اونها احترام داده، شهر حرام 4 ماه هستند: رجب، ذیقعد، ذوالحج و محرم. اینها اگر کسی بر شما تجاوز نکرد حرمت اینها را بجا بیارید. گناه در این 4 ماه بیشتر به اصطلاح سنگین‌تره و بی احترامی در این ماها. الان میگویند که حکم شان منسوخه، اگر کسی بر شما تجاوز کرد شما تجاوز کنید. احترام ماها را که الله تعالی این ماها را برای عبادت خودش تعیین کرده، این ماهای محترم را احترام بدارید.
حلال ندانید یعنی حد که حرمت نکنید، جنگ نکنید، جدال نکنید، معصیت نکنید. در همه ماه معصیت حرامه، که خصوصا در این 4 ماه حرامه. مثل اینه که انسان گناهی بیرون از مسجد انجام بده هم گناه است خرابه، لیکن اگر گناه را در مسجد بره انجام بده بیشتر خرابه، حرمت بیشتره. حرام ندانید یعنی حد که حرمت نکنید یادگاران الهی را و نه شهر حرام را. این تخصیص شد بعد از تامین. شعائر الله عامه دیگه، خصوصا ماه حرام را، ماهای حرام را، چون الف لام جنسی. ولا الحدیه، حد اون نظر الهی و قربانی که به حرم برده میشه. گاو، گوسفند، شتر که به حرم به عنوان نظر برده میشوند. الان که اونجا گوسفند حاجی همجا میخرن. قدیم هر حجاج و معتمرینی که از اطراف مکه مکرمه حرکت میکردن هدایاشون همراه بود. هر که شترش همراه بود، گوسفندش همراه بود، میبرد. این نظر حرم، نظر الهیه. اینا میگه هدیه. هر آن قربانی که به حرم برده بشه او را هدیه میگه. خب هدیه آن گوسفند، گاو، شتر، خصوصا قلائد اون شتر را میگن که به گلوی او یک چیزی میبستن، شرمی، کفشی، پوست درختی، مهاری به گردن اینها میبستن که اینها را بدانن که نظر حرم داشت میرن. اینها را میگن قلائد. تخصیص شد بعد از آن. هدیه عام است، گاو، گوسفند، شتر. و قلائد عموما شتره یا گاو، گوسفند که به گلوی چیزی نمیبندن. قلائد را شترها باشن تخصیص بعد از تامین. اینها را محد که حرمت نکنید، اینها را سوار نشید، اینها را بار نکنید، اینها را به احترامی نکنید. اینها نظرهای الهی به حرم برده میشه. حالا این روزها عموما حاجی‌ها پول برمیدارند و در منا قربانی میکنند. از اطراف دنیا تاجرها گوسفند و شتر و گاو اونجا میرسانند، حاجی‌ها همه پول میدن و قربانی میکنند. ولا آمین البیت الحرام، همچنین به احترامی نکنید آنهایی را که قصد بیت حرام را دارند. آمین به معنی قاصدین، آنهایی که اراده و قصد بیت حرام را دارند، یعنی حاجی ها و معتمرین را حد که حرمت نکنید. مراد از آمین البیت الحرام که حاجی و معتمران، کدوم حاجی و کدوم معتمر هست؟ بعضی میگن که وقتی مکه مکرمه فتح شد مشرکین برای حج می آمدن. قبل از سال 9 حج می آمدن. قبلا اینها صحابه را و پیغمبر را مانع شده بودن از خانه کعبه. الان شما انتقام نگید. آمین البیت الحرام را لحظه اذیت و آزار نکن مشرکین را، در حالی که این آمین البیت الحرام طلب فضل رب را میکنند. اونجا به اعتقاد خود، آخه مشرک هم حج برای خدا میکن، به اعتقاد خود اینها طلبگار فضل من ربهم و طلبگار رضای خدا هست، طلبگار رضای خدا هستند به اعتقاد خود. اینجا به زعمهم زیر یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا بنویسید تا که در ذهن شما بماند که اگر مراد از آمین البیت الحرام مشرکین باشد، پس اونها کجا طلبگار فضل من ربهم و رضوان؟ لیکن مطابق اعتقاد خود همینه. و مشرک به خاطر خدا این همه شرک میکنه. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما نعبدهم الا حبا لله. شرک و بدعت اکثر برای محبت خدا، مگر مشرک زمان ما این شعار را ندارد. او مشرک زمان رسول الله برای خدا شرک میکرد. این مشرکات دیگه اصلا کار ندارن به خدا.
همه چیز را در اختیار بندگان خدا تصور میکنند و خیال میکنند، جنت و جهنم و سعادت و شقاوت و عزت و تصرف و هست و نیست و دیگه اینها فکر میکنند که الله تعالی بیکار نشسته فقط به 12 نفر همه چیز اختیار داده. نه بابا، خدا هست، اونها بندگان خدا هستند، بندگان خدا هستند. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت، هر چی کردن برای آنها. خب بعضی میگن نه، مراد از آمین البیت الحرام مسلمانن که قبلا مسلمان نبودن، لذا با صحابه خوب جنگیدن، الان مسلمان شدند و موحد شدند و آمدن که خانه کعبه را طواف کنند. شما نگاه کنی همونا بودن که ما را در حدیبیه نگذاشت، لذا الان انتقام بگیرید، چون ریاست خانه کعبه زان شما ہے، پست خانه کعبه زان شما هست. لذا الله سبحانه و تعالی فرمود آمین البیت الحرام را که مومن شدگند و طلب فضل رب میکنند و رضوان و اینها را اذیت و آزار نکنی، حد که حرمتشون نکنی. دیگه اینجا یک به اصطلاح رو ببین ها نشان بدید و چشم را سرخ کنید برای آنها که شما بودید که ما را نگذاشتید، الان یک سینه بزنید اینها را نزدیک بیت اینها را نگذارید، لذا نزدیک حجر اسود نگذارید، اینها را اذیت نکنید. آمین به معنی قاصدین. این آمینی که ما در میخوانیم در آخر فاتحه اون نه مشدد نه مد دارد، آمین. این هم مشدد از امه یا امه هست، به معنی کسب کردن. او آمین غیر مشدده، او را اگر مشدد بخوانید اشتباه هست. خب حالا در وسط میگه در حال احرام که صید بر شما حرامه. فکر میشد که خب صید که حرام شد دیگه حرامه، هر که حاجی شد و محرم شد دیگه 2 مرتبه حق ندارد به اصطلاح صید بخوره. الله تعالی میگه نه، اذا حللتم فاصطادوا، وقتی از احرام حلال شدید حاجی صاحبان و معتمرین، فاصطادوا، آزادید شکار کنید بیرون از حرام، شکار کنید و بخورید. لذا اون ادامه آمین البیت الحرام که مسلمان شده اند و لذا الان برای بیت میان، اون بغض و عداوتی که بین شما و آنها بوده شما را برانگیخته نکند به خاطر انتقام گیری، به خاطر اینکه شما بر آنها تجاوز کنید. لا یجرمنکم شنآن قوم، برانگیخته نکند شما را ای مومنی بغض قومی، از اینکه شما را اون قوم مانع شدن از مسجد حرام، برانگیخته نکند شما را بغض قوم به سبب اینکه آنها شما را از مسجد حرام در حدیبیه و قبل و بعد از حدیبیه نگذاشتن در مسجد الحرام، به خاطر این جرم آنها شما را وادار نکند که ان تعتدوا، شما تجاوز کنید. مفعول لا یجرمنکم ان تعتدوا، شما الان تجاوز کنید. اینا مسلمان شدن، یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا میکنن، حالا شما انتقام بگیرید. یک زمان آنها شما را نگذاشتن برای حج، الان شما آنها را نگذارید، این کار را نکنید. لا یجرمنکم، هرگز برانگیخته نکند شما را بغض قومی به سبب اینکه مانع شدن شما را از مسجد حرام برای اینکه شما تجاوز کنید. الان شما آنها را نگذارید به مسجد حرام، شما آنها را در مسجد الحرام در تنگنا قرار بدید. مسجد الحرام یادگار منه، بگذارید تا که دور بر خانه کعبه بگردند و من خدا را یاد کنند، بین صفا و مروه سعی کنند و من یاد کنند. بلکه شما ای مومنین تعاونوا علی البر و التقوی، شما معاون نیکی و تقوا باشید. کسی که نیکی میکند، کسی که تقوا را رعایت میکند، شما معاون بر و تقوا باشید. قانون بسیار بزرگی، کار شما اینه تعاونوا علی البر و التقوی، تعاونوا امر، تعاونوا یتعاونوا.
شما معاونت کنید یک دیگر را، کمک کنید یک دیگر را بر نیکی و تقوا. این نیست که شما الان یکی نیکی طلب میکنه قبلا شما الان انتقام بگیرید. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، شما معاونت نکنید یک دیگر را برای گناه، این اسم مقابل تقوا هست، و برای تجاوز این مقابل بر، شما یک دیگر را معاونت نکنید. اینجا دو اصل بسیار بزرگ الله سبحانه و تعالی بیان کرده. وظیفه شما معاونت علی البر و تقوا هست، وظیفه شما برای گناه کسی را معاونت نکنید هر که باشه، برای تجاوز کسی را معاونت نکنید. شما معاون بر و تقوایید و معاون اسم و عدوان نیست، نکنید. شما از این دو آیه خیلی مسائل را استنباط کردن سروران گرامی. اصل بزرگیه. با دوست همکار شدن این شریک دوستی، با شرابی، با هر کسی که کار خلاف شریعت انجام میده، معاونت، این معاونت علی الاسم والعدوان است و حرامه. همیشه انسان معاون بر و تقوا باشد. هر کسی نیکی انجام میده او را معاونت کنه تا نیکی به وجه که احسن انجام میگیره، به تقوا و پرهیزگاری. نسخه عمل را الله تعالی بیان کرد، واتقوا الله، از خدا بترسید، معاون بر و تقوا باشید، معاون اسم و عدوان نباشید. برای گناه، برای سرکشی و تمرد کسان را معاونت نکنید. شما اولا تحقیق کنید که این طرف چرا الان امروز چقدر معاونت گناه هست، به خاطر فامیله، بریم برای زدن، بریم برای کشتن. این فامیل را برای گناه و برای عدوان معاونت کردن خود را بدبخت کردن و حتی او را بدبخت کردن. رسول علیه السلام فرمودند شما انصر اخاک ظالما و مظلوما، شما ناصر برادر خود در حالی که ظالم هستن باشید، در حالی که مظلوم. در هر حال شما برادر خود را نصرت کنید. صحابه کردن یا رسول الله مظلوم نصرت کردن برای من مفهومه، ظالم چطور نصرت کنید؟ فرمود ظالم را نگذاری ظلم میکنه، برای ظلم را اجازه ندهید. این معاونت که شما با ظالم میکنید، این نصرتی که شما ظالم را میکنید که نمیگذارید ظلم کنه. انصر اخاک ظالما و مظلوما، ظالم است همو را یاری بگید و مظلومه که همو را یاری بگید. صحابت سال کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریح کرده شما ظالم را برای ظلم نگذارید، شما معاونش هستید، شما ناصر او هستید، معاونتش کنید، نگذارید ظلم میکنه. ان الله شدید العقاب، الله تعالی سخت عذاب میدهد. لہذا اگر معاونت اسم و عدوان کردید با شدید العقاب برمیخورید و او شما را به عذاب سخت مجازات میکنه. لذا بترسید، معاونت نکنید علی الاسم و العدوان، از خدا بترسید. باشه تو را ملامت کنن، نامردیه، بیفکریه، علی بله باشه بگن، از خدا بترسید که خدا شدید العقاب است. ترس خدا را از اینجا بگیر که الله تعالی شدید العقاب است و شما را سخت عذاب میده. تفصیل تحریمات الله است. حرمت علیکم المیتة، مردار، این همه مسلمان ها میدانن نمیخورن. دم هم حرامه، دم مسفوح که از مذبح و منحر بریزه، چی این دم مسفوح از 4 پا باشد یا از 2 پا مرغ و غیره، همه خون حرامه. علل نوشته کردن میته چرا حرامه، لحاظا علتها بزرگان نوشتن، دلائل نوشتن، برای دم هم نوشتن، لیکن سهلتر اینه که این خون وقتی با میته منجمد میشه، همین خون نجس و در حقیقت همین خونی که پر از میکروب و مرض هست، او با خون منجمد میشه و لحاظا اون گوشت
اون صلاحیت و پاکی را از دست میده. نام خدا اثر بسیار بزرگی دارد. خطرناکترین جراثیم میکروبی مثل ابلیس را آتش میزنه نام خدا، و لحاظا دیگه جراثیم ها را هم نام خدا آتش میزنه. و یک چیزی که منسوس شده از طرف خدا، علتش در ذهن ما آمد یا نه آمد ما میپذیریم. طبیعت های پاک و طبیعت های خوب لحاظا یک چیز غیر مرغوب به نظر میاد بهتر. به این خاطر الله تعالی حرامش کرده. حکمت های زیادی است. و یکی آنچه که سریع تو ذهن میاد، این خون کثیف با وقتی اون حیوان میمیره ذبح نمیشه، این خون کثیف با تمام گوشتش مخلوط میشه، جدا نمیشه. لیکن وقتی این حیوان بسم الله الله اکبر گفته میشه سرش بریده میشه، میتونه شما سرش ببرید، قطره خون نمیاد. اگر بیاد این خون خیلی غلیظی، اگر خیلی هم بدنش کمی گرمی داشته باشه، خب مدت طولانی گذشته بشه ببرید هیچ چی خون نمیاد. این خون کثیف میره با گوشت قاطی میشه. خون چیه؟ خون هم از نظر تجربیات چیزیه که هضم نمیشه. این رو نوشته کردن، هضم نمیشه و پر از میکروب هست. در بدن این حیوان هر نوع مرضیه، با وقتی سر میبرید با خون میاد بیرون، ولی وقتی خون را او میمیره میته میشه، خون داخل او منجمد میشه. ولی اصلا خون که خودش چیز کثیفیه، چیز خوبی نیست. در هضم و در پختن و در هر چیز همینطور. علاقش نگاه کنید این خون چقدر کثیفه، چقدر غلیظ. و همه در دنیا میگن که خون، میگه فلانی خونش کثیفه. اگر همین سرطان خونی خون به هم میخوره. ولهذا این حیوانات معلوم نیست کدوم حیوان خونش پاکه کدوم حیوان خونش ناپاکه. الله تعالی گفته این دم مسفوح است، این کثیفه، اینه نخورید، نجسه. هر چیزی که برای بدن انسان و سلامتی انسان ضرر داشته خدا حرامش کرده. خون پر از میکروبه و پر از کثافته، لحاظا اینه نخورید. ها اون خونی که با گوشت میمانه، الله سبحانه و تعالی داخل گوشت میمانه، اونم الله تعالی دیگه حرامیش نیست، دم مسفوح شد. لحم خنزیر، گوشت خنزیر، این هم از نظر تجربیات در گوشت خنزیر چنان میکروب های هست و چنان کثافت های هست. خنزیر میگم بو میده و کثافت هم زیاد میخوره، به خاطری که میخوره کثافت و نجس، به این خاطر گوشتش هم نجسه. حیوان بی غیرتیه، حیوانی خیلی چاق و پرده و خیلی گوشتش چربی زیاد داره، پختنش هم آسان نیست. میکروب های خطرناکی الان تشخیص دادن، تمام چیزها گوشت خنزیر گوشت غیر تمیزی. از نظر طبی امروز هم گوشت خنزیر پر از میکروب تشخیص داده شد. الله تعالی یکی گفت که متخصصین گفتن در این گوشت خنزیر میکروبی هست که 400 درجه آتش حرارت داشته باشه، اون میکروب خونسا میشه. کیه که 400 درجه آتشی در اختیار داشته باشه که حرارتش باشه و اون میکروب خونسا میشه؟ به این خاطر الله تعالی این حرام کرد، لحم خنزیر با تمام اجزاش. و ما اهل لغیر الله به، و آن حیوانی که صدا بلند کرده شده است برای غیر خدا علیه بر آنها. اینجا مام عامه و بهی به معنای علاق است، لغیر الله بالعل لتعظیم غیر خدا عامه. هر آن چیزی که اخی این اهل از اهلال است، اهلال به معنای بلند کردن صدا. نظری که مردم میدن صداشون بلند میشه که نظر ملک سیاکو از بیبی دوست است
یا فلان امامه یا فلان نبیه، لحظه اونجا صدا بلند میشه. پس هر چیزی که بر آن صدا بلند کرده شد اون هم حرام. اینجا یک عبارتیه در ما اهل لغیر الله، میخوام برای شما بگم تا بفهمید. در ما اهل بهی لغیر الله، این هم مفصل از محرمات الهی، میتا و دم و لحم خنزیر، این چهارمی ما اهل لغیر الله. احلال به معنی رفع صوت. عربی مقوله دارن میگن احل فلانو بالحج ای اذا رفع صوته بالتلبیه. حاجی وقت احرام میبنده صدا را بلند میکنه، لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. صدا باید بلند کنه حاجی. هنگامی که احرام بست باید تلبیه را با صدای بلند بگه و در مسیری که دارد میره برای حج یا عمره باید حالت احرام تلبیه بگه، با صدای بلند هم تلبیه بگه. بین خاطر عرب میگه احل فلانون بالحج ای اذا رفع صوته بالتلبیه ای لبیک اللهم لبیک. یا مثلا در کتاب‌های فقهی اکثر شما خواندی و استحل الصبی اذا صرخ عند الولاده. استحل الصبی یعنی صدا را بلند کرد بچه. وقتی بچه متولد میشه علامت زندگیش صدا بلند میکنه. اینجا عرب میگه استحل الصبی. مراد با این آن دامی است که ضبط میشه علی ذکر غیر الله تعالی از مخلوقاتش. هر مخلوق خدا است، هر چی که هست غیر خدا اونها غیر الله. ضبط بشود علی ذکر غیر الله تعالی از مخلوقات، اون مخلوقاتی که یعظمها الناس تعظیما دینیا، انسانها آنها را تعظیم میکنن تعظیمات دینی، و یتقربون الیها بالذبائح و تقربها. در این چرا خدا این حرام کرده؟ میگه انه من عبادت غیر الله. حکمت حرمت ما اهل به لغیر الله اینه که این عبادت غیر خدا هست. فالاصل منه مشارکت لأهله و مشایعت لهم علیه. وقتی از این نظرهای غیر الله بخورن لحظا اون غیر الله ها تایید میشن، با آنها مشارکت میشود، با آنها مشایعت میشود، همگامی میشه، هم فکری میشه. این نظر غیر الله را الله تعالی به این خاطر حرام کرده تا که شما مسلمان ها با مشرکین همکار و هم فکر نباشید. آنها هم نظر غیر الله میخورن، شما هم بخورید، شما با آنها هم فکر میشید. خدا به این خاطر حرامش کرده. من عبادت غیر الله هست و عقل با از این نظر غیر الله مشارکت لأهله و مشایعت لهم علیه هست، همگامیه، هم فکریه. و هو مما یجب انکاره لا اقراره. واجبه که ما این انکار کنیم، حرامش بدانیم، اعتراف نکنیم که خوبه، حرامه، شما هم میخورید ما هم میخورید. چون عبادت است برای غیر خدا انجام میگیره، حرمتش بین خاطره. عبادت برای غیر خدا حرام. و جمله اصلی که من میخوام برای شما بخوانم اینه: و یدخل فی ذلک ما ذکر عند ذبحه اسم نبی او ولی. در همین ما اهل به لغیر الله داخل است آن حیوانی یا آن چیزی یا آن حیوانی که وقتی که ذبح میکنن آن را نام ولی یا نام نبی را بر آن میبرن، کما یفعل بعض اهل الكتاب و جهلت المسلمین. اهل کتاب هم اسم عیسی را میبرن، اسم عزیر را میبرن، و جهله مسلمین هم همین کار را میکنن. بیاده یکی از امامها حتی نظر برای غیر الله میکنه.
یعنی شما بخورید به یاد فلان، یعنی یاد کنید یا حسین رو بخورید. معنیش اینه. ذکر اسم الله معنی یاد کرده شد نام خدا. اذکر اسم الله، یاد کنید نام خدا را. و بیاد فلان بخورید، دیگه همینه. جهل مسلمین الذين اتبعوا من قبلهم وصاروا على نهجهم باء فباء وذراعا فذراعا. همین مسلمان هایی که وجب به وجب، قدم به قدم یهود و نصارا را دارن اتباع میکنن. و دیگر این طرف میاد معذبه علی النصب. نصب اینجا دو مرتبه خدمت شما عرض میکنم. خب اینها حرام، میتات، دم، لحم خنزیر، ما اهل لغیر الله به. والمنخنقه، اون حیوانی که شما اون را خفه میکنید، حیوانی که گردنش تاب میدند و کلش میزنند. قدیم خرگوش ها را میکردند، چوپان ها کارد چیزی نداشتند. گنجشک‌ها و پرنده ها را سرشون میکندند. این جزء منخنقه هست و حرام. گنجش سرش شما کند، حرام. این در منخنقه خفه کرده شد، این حرامه. موقوذه، شما حیوانی را چوب میزنید و میزنید و میمیره. الان این برای شما حرامه، چوب خورده و مرده و شما ذبحش نکردید. والمتردیه، از بالا، از بالای کو، از بالای سک حیوان میغلطه پایین و میمیره، این را میگن متردیه، این هم حرامه. والنتیحتو، دوتا حیوان، دوتا گاو، دوتا قوس یا دوتا بزنر با هم میجنگن، یکی دیگری را شاخ میزنه، شکمش پاره میکنه یا گردنش میشکنه میمیره، این هم حرامه. و ما اکل السبو، گرگ گوسفند را میخوره، یک قسمتش خورده یک قسمتش گذاشته، این هم حرامه. الا ما ذکیتم، مگر آنهایی که شما آنها را زکات کنید یعنی ذبح کنید. این الا ما ذکیتم استثناء از منخنقه هست. سرورانه میته با ذبح حلال میشه و لحم خنزیر با ذبح حلال میشه. ما اهل به لغیر الله که سه جای دیگر غیر از اینجا در سوره بقره، انعام، مائده، نحل، در نحل الله تعالی ذکر کرده 4 چیز محرمات استثناء ندارد، اینها با ذبح هم حلال نمیشن. اگر شما نظر غیر الله را ذبح بکنید و بسم الله الله اکبر کنید، لیکن اعتقاد شما اینه که این نظر غیر خدا هست، او حلال نمیشه، او دیگه در محرماته. این الا ما ذکیتم استثناء از منخنقه هست و موقوذه و متردیه و نتیحه و ما اکل السبو. الا ما ذکیتم ما اهل به لغیر الله استثناء نیست. خنزیر استثناء نیست، خنزیر با ذبح حلال میشه، هرگز هیچ احدی نگفته. بین خاطر الا ما ذکیتم الا ما حلال، شما دیدید گوسفند را خفه کردید، تناب به گردنش افتاده، گوسفند خفه شده، دست و پا میزنه، شما رسیدی بسم الله الله اکبر سرش بود، هنوز نفسش تمام نشده، خب حلال میشه. حیوانی را، خرگوشی را، آهوی را شما زدید چوبی، این حیوان افتاد میخوره و حالا داره دست و پا میزنه، شما بسم الله الله اکبر کردی سرش بریدی، خب این هم موقوذه است و هم ذبح شد. حیوانی از بالا افتاد، کمرش گردنش شکسته، حالا دست و پا میزنه برای مرد، شما سرش میبرید، میرسید میبرید، لحظه این حلاله. نتیحه، گوسفندها با هم شاخ میزنن، دعوا میکنن، کسی گردنش میشکنه، خیلی ماجرا شده. مثلا قوچ با بزنر خیلی زود بزنر را گردنش میشکنه. قوچ های کردی قدیم که دامداری بوده، یک
چوپانی دید کوچ زد، بزنر به اصطلاح قوچ و بزنر در رمه حیثیت بزرگی دارد. قوچ با بزنر دعوا کردند، شاخ دادن یک دیگر را. قوچ یک کرن، قوچ خیلی زور دارد و جنگش هم خیلی خطرناکه. همینطور که رفت زد، بزنر را گردن شکست، او افتاد داره میمیره. از ناراحتی این کوچه هم گرفت و سرش بود، او که خود داره میمیره. کوچه هم گفت که تو نباید زنده اومد. خب الا ما ذکیتم از اونجا استثناء هست، یعنی که شما دریافتی در آن بقیه حیات استراب مضبوط دارد و شما زکاتش کردید و لحاظا او اماته شرعی شد، این خاطر حلال خوردنش. استثناء من جميع ما تقدم ذكره من المحرمات سواء ما لا يقبل تزكية من الميتة والدم وخنزير وما أكل السبو وذلك ما أهل لغير الله به والمنخن موقظة ومتردية. استثناء نیست، استثناء از منخنکه به این طرفه. شما دیدید گوسفند را سید زده بزنید، سبو، درنده، گرگ، کفتار، گوسفند را ما دیدیم خیلی گوسفند را زده و هنوز گوسفند را شکمش پاره کرده شما رسیدید و گوسفند هنوز زنده هست. گوسفند دود نمیمیره. شما هم گوسفند شکم گوسفند را پاره کنید ساعتها مگه بچینید تا بمیره. گوسفند شکمش پاره کرده یا یک زمانی از قسمت پا شروع کرده به خوردن، اون بیچاره افتاده هنوز زنده، شما سرش که بگورید حلال میشه. از حضرت علی رضی الله تعالی عنه روایت است وقد قال علی کرم الله وجهه اذا ادرکت زکات الموقوذة والمتردیة والنتیحة وهي تحرك یدا او رجلا فکلها. او داره دست و پا میزنه، دلیل زندگیش هست. شما سرش بگورید بخورید. موقوذه را از منخنقه شروع کرد، زکات موقوذه و متردیه و نتیحه. ها اگر اینها مردند و تمام شدند، حتی بعضی گفتن الا ما ذکیتم از سبو استثناء، آن چرا که خورد درنده و شما او را زکات کردید، از همینجا استثناء از ما اهلنه از منخنقه است. و بعضی گفتن نه، استثناء فقط از ما اکل السبو. خب اگر کسی بره لج کنه که استثناء از ما اهل لغیر الله هست، این آیه دهن او را تلخ می کند که وما ذبح علی النصب. ببین ما اهل لغیر الله به آمد، شیرینی، نخود، پارچه، پول، نقد، همه نظرهای غیر الله حرام. حتی پول را برای غیر خدا نذر کند این حرام، پارچه را برای غیر خدا نذر کند حرام، چون لفظ ما عام. نان و شیرینی نذر غیر الله کنه، آش نذر غیر الله کنه، همه اینها حرام. لیکن وما ذبح علی النصب به طور ویژه ذکرش کرد. آنچه که ذبح کرده می شود بر نشانه ها اون هم حرامه، بر نشانه ها ذبح کرده می شود. این دهمی چیزه. میتة، دم، لحم خنزیر، ما اهل لغیر الله، منخنقه، موقوذه، متردیه، نتیحه و ماکل السبو. و دهمی ما ذبح علی النصب. نصب چیه؟ این واحد انصاب، این سنگهایی بودن حول کعبه، عددها 360 حجرا، 360 سنگ اونجا فهم بود. وكان اهل الجاهلیت یذبحون علیها و یعدون ذلك قربتا. می بردن روی این سنگ ها ذبح میکردن، این سنگ لات، این سنگ ابراهیم، این سنگ
اسماعیل، هر سنگی محل ذبح هر یکی از این 360 معبود. پس آنچه که بر سر زیارت ها میبرن میکشن این نصوب هست، همه اینها نصوب هست. پس اینها هم حرامن. ما ذبح علی النصوب حرام. و من ثم تعلم ان ما ذبح، و از اینجا تو میدانی که آنچه ذبح کرده میشود علی النصوب و او از جنس ما اهل به لغیر الله است، از این حیثیت که اون آغاز یذبح به قصد عبادت لغیر الله تعالی و خاص کرده شد ما ذبح بالذکر لازالت وهمی که یتوهم انه قد یهل قصد تعظیم البيت الحرام اذ لم يذكر اسم غير الله عليه وهو من خرافات الجاهلية التي جاء الاسلام بمثلها. خلاصه ما تقدم ان الله تعالى احل اكل بهيمة الانعام وسائر الطيبات را از حيوانات وما دب منها على الارض وما طار في الهواء وما سبح في البحر ولم يحرم الا الميت والدم المسفوح ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. این چیزها را الله سبحانه و تعالی حرام کرده، باقی همه چیزها را برای شما حلال کرده. خب این چیزها که ذبح علی النصوب سروران گرامی این هم حرامه. این استثناء گویا که از الا ما ذکرتم دیگه ما اهل لغیر الله به را شما نمیتونید استثناء بر سر نشانها. امروز هر چیزی که بر سر زیارت ها کشته میشه، نظر میشه، برده میشه، این ما ذبح لغیر الله است و قطعا حرامه. این خاص بعد از آن در ما اهل لغیر الله به داخل بود، لیکن به طور ویژه خدا ذکر کرد. چرا؟ اکثر نظرها به صورت حیوان بودن و به صورت ذبح بودن، چون عبادت برای غیر خدا انجام میشه. به طور ویژه الله تعالی این یاد کرد. و همچنین که شما تقسیم بکنید با تیرها این هم حرامه. تقسیم بالازلام هم حرامه. حرمت ان تستقسموا بالازلام، به واسطه تیرها تقسیم کردن حرامه. این چیه سروران گرامی؟ تقسیم بالازلام. تقسیم بالازلام سروران گرامی صورتهای زیادی داشته، لیکن یک صورتش که در نفحة العرب نوشته کرده اینه که آنها 10 نفر شریک می شدن، یک شتری را برابر پول می دادند و می خرید. بعد این شتر را 28 قسمت می کردند. 7 تیر از این 10 تا تیر سهم داشت. یک تیری شما حساب کنید یاد شما نره، 7 سهم داشت. یک تیری 6، 7 و 6. یک تیری 5، یک تیری 4، یک تیری 3، یک تیری 2، یک تیری 1. 28 سهم تیر بودن که از 7 و 6 و 5 و 4 و به اصطلاح 3 و 2 و 1 3 تا تیر بودن که هیچی به انسان ویسته لا هیچی نداشت. این نوع قمار و شانسبازی. حالا این تجارت های شانسبازی هم در اینجا داخل است. این شانسی که می فروشن این شانسی هم حرام، چون تقسیم بالازلام همین چیزی. خب این 10 نفر و اگر کسی در چنین کاری شرکت نمی‌کرد میگفته این نامرده، از شانسش می‌ترسه و اینا نامرد میگفتند و میخندیدن برش که از شانس شوم خودش میترسه. خب این لامحالا وقتی که 10 نفر شریک شدن 10 تیره حالا در میآورد. تیرها را دست گردن یک مجسمه آویزان بودن میرفتن. حالا این دفعه سهم فرض کن حافظ در بیاوردن، او تیر 7 سهمی در آمد. میشناختن تیرها را، براشون نشانی بود، نشسته بود.
همه مبارکبادی میدادن و این آقا دیگه در پوستش جا نمیشد. 7 سهم گوشت از 28 سال بیو تعلق میگرفت. این هم خودش نمیخورد، بر میداشت و فقرا مساکین میداد. فقط شانس برنده در می آوردن تیر دوم را، در می آمد یک ثانی. خب یک ثانی را می دادن به مثلا تعیین می کردن که این دفعه مالکیه، نام ها ردیف بودن، نامی می نوشتن. خب از تیر اول نوشتم ماشاءالله مال هر کس، این تیر که در می آید این دفعه مالکیه. پس هر کس نام اول تیر می آید 7 ثانی. خلاص حالا تیر سهم داره، تیر که سهم نداره حتما نام یکی در می آمد. لذا اون بیچاره که یکی در می آمد سهمش خب یک چیزیه، لیکن اون کسا که هیچی بهشون گیر نمی آمد. این تقسیم بالازلام قماری بود. در قمار همین شانس بازیه یا به اصطلاح شانسی. الان چی میگه شانسی؟ حالا یک تابلوی می آید پول برابر می گیرد و یک بعد که این قدری بزرگ بودن، یک بعد که این قدری پول برابر گرفته. این معامله هم حرام، چون مبی مشخص نیست و ثمن برابر میگیرد. او مبی روی مبی غیر مشخصه، شانسی حرام. معامله زمان حلت میاد در آن که هم ثمن مشخص بشه و هم مبی مشخص بشه. این مبیه، این ثمنش 100,000 50,000. تقسیم بالازلام هم بر شما حرام شد. ذالکم فسق، این چیزهای حرام شده اینها فسق، یعنی از فرمان خدا هر کس تخطی کند او فاسقه و این چیزهای حرام شده همه حدود حرام را حلال بداند او فاسق درجه کامل فسق. این الله تعالی برای تاکید ذکر کرد این محرمات اینها فسق. ذالکم مشار الیه المذکور، نه که ذکر شده اینها ذات فسق، یعنی هر که اینها را بخوره او فاسق میشه. ذالک فسق. با جمله معترضه الله سبحانه و تعالی ذکر می فرماید. جمله معترضه: اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی. دیگه صورتهایی برای ازلام هم نوشته کردن، لیکن همین یک صورت آسانترین صورته که من به خدمت شما ذکر کردم. ولذا در این تقسیم بالازلام تمام در ان تقسیموا بالازلام داخل میشه. ذالکم فسق را میخواستم عبارتی برای شما بخونم: کل محرم مما سلف فسق، تفسیر فسق و خروج من طاعت الله و رغبت عن شرعه الى معصیته. تفسیر ذالکم فسق را: کل محرم مما سلف فسق و خروج من طاعت الله و رغبت فی شرعه عن شرعه الى معصیته. اعراض هست از شریعت خدا به طرف معصیت خدا. اینها همه فسق، ذات فسق. یعنی کسی که مرتکب این چیزها می شود تقسیم بالازلام می کند او فاسقه، ما ذبح لغیر الله علی النصب را می خورد او فاسقه و آنهایی که قبلا ذکرشون شد بدون اون شرعه. خب امروز ناامید شدن کفار از دین شما، جمله معترضه. پس شما از اون کفار نترسید و بترسید از من خدا. امروز من کامل کردم برای شما دین شما را و اکملت و اتممت علیکم نعمتی و هم اتمام کردم بر شما نعمت دینی و دنیایی خود را.
و پسند کردم برای شما دین اسلام را، دین حق. رضیت لکم الاسلام دین، اسلام را من برای شما دین پسند کردم. خب این جمله معترضه آمد. ببین از حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر تا فإن الله غفور رحیم یک آیه حکم محرمات ذکر شده. این چیزها حرام حرام حرام، تقریبا 11 چیز را الله تعالی در این آیه حرام کرد. باز فرمود در صورت استرار، آخر آیه را ترجمه میکنم، بعد این وسط من با شما حرفی دارم. فمن استر فی مخمصة، این 11 چیز حرام. ها اگر کسی مضطر و مجبور شد که حلالی گیر نه آورد، یکی از این چیزها دریافت کرد، تو پس مضطر شد در گرسنگی، پس بخورد. و خورد غیر متجانف لاسم، بخورد در حالی که میل به گناه نداشته باشد، یعنی برای لذت و زائد از حاجت نخوره، اندازه حاجت. الله تعالی اینقدر مهربان است. فإن الله غفور رحیم. حرام هستند لیکن در صورت اضطرار، در صورت مجبوری، در صورت درماندگی، همین حرام را هم خدا برای شما حلال کرد. لہذا این آیه را اعتراض کردن از الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این آیه را گفتن از نظر ربط و مناسبت به ما قبل و به ما بعد خودش هیچ مناسبت ندارد. چرا؟ یسألونک ماذا احل لهم، بعد حکم محرمات و محللات میاد. در وسط این آیه هیچ مناسبتی به ما قبل و به ما بعد ندارد. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم. لہذا آخرین تفسیر نمونه را من به شما بگم. زمان من تفسیر نمونه را مطالعه کرده، گفت اینا آخر آمدند و همه دنیا که بیت واحد بوده و علم و دانش ہے. اینجا که رسیدم دیدم که نوشته کردن این آیه قدیم که اعتراض میکردن در ترتیب قرآن دستبرد شده و دلیل دستبردی این آیه را ذکر میکردن که این آیه ارتباطی به ما قبل و به ما بعد نداره. خود این بشری خالی از وحی کار کرده که بی مناسب گنجانیده، ربط و مناسبت ندارد. از محرمات بیانه، از محللات بیانه، از وسط آمده الیوم یئس الذین کفروا. خب در گذشته این اعتراض بود که در ترتیب قرآن دستبرد شده و من جمله همین آیه را به عنوان نمونه مطرح میکرد. الان که آمدن آیات ولایات را جمع کردن، ولایت علی را، گفتم بابا این آیه درباره ولایت علی هست، متصل بوده با آیه که در همین سوره یا ایها النبی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. این بنابر اون تغییراتی که دادن از اونجا برداشتن آوردن در میان این آیه که بحث محرمات را میکند که زیاد مورد توجه قرار نگیره، یعنی مردم متوجه نشه این آیه اینجا آوردن، از اونجا برداشتن اینجا آوردن. این آیه ولایت علی را اعلان کرد، آیه تکمیل دین نامش هست، آیه که نیست بخشی از آیه هست. شما میبینید قرآن در جلوی شما یک آیه کامل نیست. از حرمت علیکم المیتة تا فإن الله غفور رحیم یک آیه سوم سوره مائده و قسمتی از آیه. سروران گرامی آنها که این چیزها را میگن آزادن بگن، لیکن خود ما باید بدانیم که این آیه به ما قبل و به ما بعد چه ربطی دارد. سروران گرامی ربط این آیه به ما قبل و به ما بعد برای انسان بصیر و منیب از هر من الشمس.
چطور؟ دین یعنی چی؟ اسلام یعنی چی؟ دین یعنی حلال خدا را حلال دانستن، حرام خدا را حرام دانستن. اسلام هم معنی همین مفهوم را دارد. آنچه را خدا حلال کرده ما حلال بدانیم، آنچه را خدا حرام کرده ما حرام بدانیم. دین معنیش همینه، اسلام هم معنیش همینه، آیین هم معنیش همینه، مذهب هم معنیش همینه. ما رئیس نیستیم که از طرف خود حلال و حرام بکنیم، مثل بوش و بله هرچی آمد پیش خوش آمد. نه، ما زمانی مؤمنیم، ما زمانی مسلمانیم و ما زمانی اهل دینیم که حلال خدا را حلال بدانیم و حرام خدا را حرام بدانیم. الله تعالی در این سوره که محرمات ابدی را بیان کرد، چیزهایی که خدا حرام کرده لیستشون را ذکر کرد. چیزهایی را که شما حرام کردید اونها حرام نیست و حلت لکم، اونها حلالند. این برعکس اعتقاد مشرکین ما حرکت کرد. و مشرک ما ذبح علی النصب را با لذت نمی خوردن. الان شما این ما ذبح علی النصب را حرام بدانید و مشرک ان تستقسموا بالازلام را حلال و افتخار نمی دانستن. شما این را نجس بدانید و حرام بدانید. کافر از مغلوبیت دین ما ناامید نمیشه. منخنقا و موقوزا و متردیا و نسیغا و ماکل السبع را هم مشرکین میخوردن، میتر هم میخوردن. ما اهل لغیر الله بهی را که تا آخر صرف جان میکردن. همه این چیزها را مشرکین حلال می، والله همه خنزیر همی الان گوش نمیخوره و لعنتی خنزیرها و خنزیرها نمیخورن. پس شما اینها را به عنوان محرمات الهی بدانید. کافر دیگر ناامید میشه، بابا اینها مغلوب نمیشن، هر چیز را ما حلال میدانیم اینها حرام میدانند. همه این چیزها محرمات را، ما ذبح علی النصب را، تقسیم بالازلام را و مشرکین حلال میدانستند و میخوردند. شما همه اینها را فرمان من بدانید و حرام بدانید، من دین شما را کامل کردم. شما اینها را حرام بدانید، کافرها از مغلوبیت دین شما دیگر شما به جای رسیدید که تقسیم بالازلام را حرام و نجس میدانید، ما ذبح علی النصب را حرام و نجس میدانید، میتر را نمیخورید، منخنقه و موقوزه را نمیخورید، لحاظا دین شما کامله. کفار از مغلوبیت دین شما ناامیدند. امروز شما به جای رسیدید که یأس الذین کفروا من دینکم، کفار از مغلوبیت دین شما ناامید شده اند. ببینید در آتی هم فلا تخشوهم، از کفار نترسید، حرام من را حرام بدانید. امروز این نظرهای غیر الله که سر عتبات و زیارات کشته میشوند و میخورند، اینها را کیه میتونه بگه این حرام نجسن؟ این نظرهای غیر الله، اینهایی که جلوی دستها کشته میشن، همه اینها حرامند و نجسن. واقعا اگر کسی بتونه اعلان بکنه دیگه اونها نامید میشن که دیگه اینها حرام میدانند. الله تعالی این خاطر فرمود فلا تخشوهم، نترسید از اینها، حرام من را حرام بدانید و حرام هم اعلان، حرام من را حرام بدانید، حرام اعلان کنید، بخشانه از من بترسید. لحظه برید نظر غیر الله را بخورید که دیگه شما را وهابی میگن. نه، این نظرها، اینهایی که برای غیر خدا بیاد غیر خدا میدن، همه نجسن، پلیدن، در ما احل بهی لغیر الله داخلن. از شربتش گرفته، از آشش گرفته، از اون دیگه هر چی برای غیر خدا بدن، اینها حرامن، نجسن. لحاظ از من خدا بترسید، حرام من را نفسید. پس شما با آنها همکار و هم فکر و هم خیال نباشید.
پاکستانی ها که خود را سنی پاک می گفته، یک دسته خود را سنی پاک میگن، گیاروی میخورن. گیاروی چیه؟ هر ماه 11 ماه، هر ماه شب و روز 11 شیر گاو و گامیشهارا نظر برای شیخ عبدالقادر جیلانی میکنن. اینه در آن زبان میگن گیاروی. این نظر شیخ عبدالقادر جیلانی که در هر 11 ماه میدادن، این هم در نظر غیر الله ما احل بی غیر الله داخل نجسن، حرامن. نظر غیر الله، عبادت غیر الله، عبادت غیر الله حرامه. حرام کردم که شما نکنید. فلا تخشوهم، شما از کفار نترسید، بخشونی از من خدا بترسید. چیزی را که من حرام کردم حرام بدانید، بعضان اجتناب بکنید، حرام خاری نکنید. وقتی شما حرامهای من خدا را حرام بدانید، حلالهای من خدا، برعکس آن چیزهایی را که آنها حرام کردن شما حلال بدانید. صایبه، بحیره، هام، لیره، ساندمی دانید، گردن بزنید و بخورید، اونها که نمیخورند. حرامهای آنها را حلال بدانید، حلالهای آنها را حرام بدانید. امروز دین شما را کامل کردم. الیوم اکملت لکم دینکم، دین شما کامل، شما کامل الدین و اتمام کردم بر شما نعمت دینی و دنیایی را و پسند دارم برای شما اسلام را دید. اسلام یعنی حرام خدا را حرام دانستن و حلال خدا را حلال دانستن، نامش اسلامه. لہذا روافض گفتن و اعتراض هم کردن که جای این آیه اینجا نبوده. این آیه برای آیه اکمال دین با امامت حضرت علی بوده. این آیه را از اون آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس اونجا بوده. آیه 67 همین سوره یا ایها الرسول بلغ ما انزل، این آیه با اون آیه وصل بوده. این بنابر اون دستبرده هایی که در جمع قرآن عثمان ها کردن، زید ابن ثابت ها کردن، این آیه را از آنجا به اینجا در میان این محرمات آوردن که زیاد مورد توجه قرار نگیره. در تفسیر نمونه هم همین چیز را نوشته. بری نگاه کنی تفسیر نمونه را. این آیه اکمال دین با امامت حضرت علی بوده است. بله این اعتقاد پوچ آنها که قرآن دیگه تحریف میشه، آیات را تقدیم و تأخیر کردن، جا به جا کردن، یک نوع تحریفه. لیکن خب مناسبت این آیه به ما قبل و به ما بعد از دید ما که آیه هیچ جا به جایی نداشته. جای این آیه با همین آیه 2 از رسول الله ثابت شده بوده. این آیه الیوم اکملت لکم دینکم هم روز عرفه، روز جمعه در میدان عرفات نازل شد. یهودی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را گفت اگر این آیه بر ما نازل ما جشن میگرفتیم. حضرت فرمود من وقت نزول این آیه را و زمان نزول این آیه را و مکان نزول این آیه را داری. اونجا چقدر عید برای ما جمع شده، عرفه هم هست، جمعه هم هست، ذوالحجه هم هست. تو لازم میخواست بدعتی تو مسلمان ها رایج کنی. لہذا این آیه از دیدگاه ما که اصلا اعتقادی برای جابجایی آیه ها نداری و هم این اعتقاد را نداریم که این آیه یا اون آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک به خلافت یا امامت حضرت علی تعلق داشتن، هیچ احدی از صدر اسلام الی یومنا غیر از روافض چنین اعتقادی نداشت. و سیاق و سباق این آیه ها با خلافت حضرت علی یا امامت حضرت علی چه ارتباطی دارن؟ سیاق اینها، سباق اینها، اخی مفهوم آیه سیاق و سباق باید فهمیده بشه بهتر.
به ما قبل و ما بعد چه مناسبتی دارد؟ کلام بی ربطی که باشد اعتراض ہے. ما انسان ها اگر کلامی بدون ربط و مناسبت بزنیم مورد اعتراض قرار میگیریم. کلامی که ادعای فصاحت و بلاغت و بی نظیری را دارد، کلام بی ربط و بی مناسبت چطور؟ پس مناسبت و ربط این آیه به ما قبل و ما بعد چیه؟ اولا ما میخواهیم بدانیم که دین یعنی چی. الله تعالی فرموده الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، بعد می فرماد الیوم اکملت لکم دینکم. دین یعنی چی؟ دین در لغت معنی جزا، اینجا به معنی جزا لکم دینکم ولی دین. دین همان طوری که جزا را میگن، دین مذهب و آیین را میگن، طریقه را میگن. دین اسلام یعنی آیین اسلام. رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام را برای شما دین من پسند کردم. پس سروران گرامی دین یعنی چه؟ یعنی آیین، مذهب. دین چیه؟ حلال خدا را حلال بدانیم، حرام خدا را حرام بدانیم، این دینه. فلانی دینداره یعنی چه؟ حلال و حرام را رعایت میکنه. و فلانی دینی ندارد یعنی حلال و حرام را رعایت نمیکنه. بیدین همینا را میگن. دینی یعنی حلال و حرام الهی را رعایت کردن. الله تعالی فرمود امروز ما صبح علی النصب را که شما حرام میدانید، تقسیم بالازلام را شما حرام میدانید، علنا اعلان میکنید. همه تقسیم بالازلام میکردن. ما صبح علی النصب را تا آخر میخوردن و لذت هم میبردن. منخنقه و موکوزه و متردیه و نتیحه و میته، خنزیر، این چیزها را کفار میخوردن. وقتی شما این چیزهایی را که کفار میخوردند و حلال میدانستند شما حرام بدانید، کافرها دیگه باور میکنن که دیگه دین ما غالب نمیشه، دین محمد غالب میشه. ما صبح را که هر روزی چند تا گاو گوسفند و شتر کشته میشد، اینها دیگه نجس و میته و حرام دانسته بشن و از آنها مردم نفرت کنن، همانطوری که از میته مردم نفرت میکنن. شما که امروز نظرهای غیر الله را حرام میدانید، از آنها اجتناب میکنید، کفار از مغلوبیت دین شما ناامیدن. او امروز که شما حرامهای من خدا را حرام میدانید، ما صبح علی النصب را خدا حرام کرده، خنزیر را خدا حرام کرده که این خنزیر خاران مسیحی و یهودی میخورن، از اونها از مغلوبیت دین شما ناامید شد. نجسه، خنزیره، خوکه. این یهودی ها و نصرانی ها رمه خوک دارن، بی ایمان ها پرورش میدن. شما آنها را حرام میدانید و از آنها اجتناب میکنید، اونها دیگر ناامید شدند از مغلوبیت دین شما. دین شما غالب شد. تو جای آیه همینه، حرامها را حرام بدانید، دین شما کامله. حلالها را حلال بدانید، دین شما کامله. آنچه آنها حلال میدانند نظر غیر الله، و مشرک نظرهای غیر الله را حلال نمیدانند، خوردن آنها را عبادت نمیدانند. آشها را میخورند و لذت میبرند، شربتها را میخورند و آه میکشند. عجب شربت با کیفیه، آش خوبی پخته کردی. شما اگر آنها را حرام بدانید، دین شما کامل. باز به سر مقصد برگشت. قرآن عظیم و شان هیچ ارتباطی با امامت حضرت علی این آیات ندارد، نه سیاق این آیه ها، نه سباق این آیه ها، و نه نعوذ بالله اون آیه که انشاءالله اونجا بریم که بگه این آیه را از اونجا اینجا آوردن، اونجا چه ارتباطی ایها رسول بلغ ما انزل الیک به امامت علی دارد؟ معنی کدوم لفظ امامت علیه یا ولایت علیه؟ یک مولای گفته ما انزل الیک فی ولایت علی، فی ولایت علی از شماست
جیب پدرتون در آوردی، کلینی در آورده برای شما. فی ولایت علی را الله تعالی نمیتونست بگه که فی ولایت علی. الله تعالی نام نوح را میگیره من رسول کردم، ارسلنا نوحا الی قومی انه من عبادنا المخلصین. بله الله تعالی اگر میگو بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی چشم، و کسی هم اشکال نمیتونست بگیره، تا قیامت هم کسی جرأت نمیکرد. خود حضرت علی اگر از این آیه ها امام تعیین شده بود و حضرت علی میدانست که این امامه، امام شده است با نص صریح قرآن، چرا روزی که برای تعیین خلیفه جانشین رسول الله صحابه به مشوره نشستن حضرت علی مطرح نکرد؟ اگر مطرح کرده تو ها تو برهان کن. سلمان چرا مطرح نکرد؟ مقداد چرا مطرح نکرد؟ ابو ذر چرا مطرح نکرد که شما به ایمان آنها هم اعتقاد دارید؟ چرا سلمان، چرا ابو ذر یک روزی هم نگفت که امام علیه با نص خدا تعیین شده؟ اگر گفته تو ها تو برهانکم دلیل را بیاری، سند بیاری ثابت کنید. الله اگر شما روایتی بیارید که ابو ذر گفته است قبول نمیکنه، سند چه بیارید؟ از مسلمات دلیل میشه. هیچ آیه به ولایت علی و حضرت علی همچنین ولایتی هم از دیدگاه ما نداشته است که خدا او را تعیین بکنه. بله هر مؤمن ولی خدا است، حضرت علی هم ولی الله است، ولی خدا است، دوست خدا است. هر دوست خدا مگر باید نائب رسول بشه. الله ولی المؤمنین نیست؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. الله ولی المؤمنین، الله ولی المؤمنین. هر مؤمن ولی خدا است و الله ولی او است. یسألونک ماذا احل لهم، سوال میکنه شما پیغمبر که چیزهای حلال کرده شده برای آنها، شما به طور کلی بگید احل لکم الطیبات، شما جواب بدید طیبات برای شما حلال کرده شده. طیبات حلالا، سبحان الله. کل ما یاتی حرمته فی کتاب الله و فی سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، حرمت آن آمده او طیبات نیست، او خبائث. حالا شما خبائث تشخیص میدید یا نه از لحم خنزیر، از نظر غیر الله، همه چیزی که حرمت در کتاب الله در سنت رسول الله آمده اونها خبائث، اونها طیبات نیست. باز قرآن عظیم و شان قاعده کلی بیان کرده که برای شما حلال قرار داده شده اند طیبات. جای دیگه فرمود و یحرم علیکم الخبائث. حالا ما بیایی دخانیات را نگاه، سیگار و نسوار و چرس و بنگ و تریاک، آیا اینها طیبات هست یا خبائث هست؟ خود اسما بید. سیگار طیبات هست، نسوار طیبات هست، تریاک و چرس طیبات هست. چه طیبات هست؟ برای سلامتی بشر سودی دارند، برای قوت بشر سودی دارند، یا تمام بدن را فاسد میکنند؟ چیکار میکنند؟ تمام بدن فاسده، دهن دیبا بودار نیست. این سیگار، نسوار، اینها به اعتقاد من طیبات نیست، اینها خبائث. تریاک و هلیون که دیگه اخبث الخبائث، چرس و بنگ اینها جز خبائث. هیچ طبیعت سالمی اینها را نمیتواند بگه طیبات. اگر طبیعت فاسده، طبیعت سیگاریه و تریاکیه، چرسیه، هریونیه،
تو لحاظا اون شاید این بگه طیبات، لیکن او را کسی طیبات قبول نمی. جوان معتاد مرغوبه یا غیر مرغوبه؟ جواب جوان معتاد مردود جامعه هم هست. هیچ طبیعت سالمی خوشش از معتاد نمی آید. می آید از معتاد کی را خوش می آید؟ چرا الخبیثات للخبیثین هست والخبیثون للخبیثات هست. سروران گرامی قانون خدا بیان کرده در زمان نزول قرآن چرس و بنگ و سیگار و دخانیات در میان انسانها در هیچ نقطه دنیا معمول نبود. در هیچ نقطه دنیا معمول نبود. قرآن قانون الهی است. گفت قل احل لکم الطیبات، هر چی طیبن برای شما حلالن، خبائث برای شما حرامن. حشرات نگاه کنید، خبائث نی خصت دارن، حشرات حرامه. حدیث هم تشریح کرده حشرات حرامه، سبو حرامه. و سید ما علمتم، اینجا ما مضافش محذوف، سید مراد شکار. شکار آن چیزی که شما او را تعلیم داده اید، من الجوارح یعنی از کواتب، شکار اون پرنده، سگ، یوز، دیگه چیزی را از این درنده ها شما تعلیم دادید که شکار کنه، این برای شما حلاله. صید ما علمتم من الجوارح به معنای من الکواتب، پرنده، سگ یا غیره، یوز که شما تعلیم دادید، شکار اون معلم هم برای شما حلاله. شرط اول که شما او را تعلیم داده باشید. سگ غیر معلم تعلیم داده نیست. سگ غیر معلم اگر خرگوش و شکار را بگیره و قبلا بکشه او حرام میشه. اگر گرفت شما رسیدید و از دست او خلاص کردید و بسم الله الله اکبر کردید و سرش را بریدید، خب درسته. بل اگر سگ شکاری نیست، خرگوش یا شکار را بگیره و لحظه شما رفتید تا مرده او را پاره کرده، تکه تکش کرده، حلال نیست. لیکن شکاری اگر او را پاره بکنه و شما رفتید تا نفسش تأثیر شده، با این شرایط حلال میشه، حرام نمیشه. و سید آن شما تعلیم دادید از جواره، در حالی که شرط دوم مکلبین، شما مسلط کنید این معلم را، این سگ و این پرنده را. تشریح شرط اول است شما تعلیم داده باشید اون شکاری را، اون سگ یا مرغ را از آن شرایطی که خدا به شما تعلیم داده که چطور تعلیم میدن، پرنده را چطور تعلیم میدن، سگ چطور تعلیم میدن، پس بخورید شما از آن که برای شما بند کردید. سگ شکاری شکار را نمیخوره، دلیل تعلیمش هم همینه که شکار را نخوره. شکار گرفت نمیخوره. ما شکار کردیم با سگ معلم، شکار را میگیره، خرگوش را میگیره و میزنه به زمین و انسان تا خیلی دور میره از انسان، تا اونجا انسان میرسه تا مرده و نخورده، فقط گرفته و میزنه به زمین و دلوش میخوابه یا میخوابه یا میسته، حتی ویلش هم نمید. این حلال. 4 شرط دارد. تعلیم داده باشید، مسلط کنید و شرطی که او امساک کند نخورد و ذکر اسم الله علیه. 4 شرط شما نام خدا را بر آن بگید. پس شکار اون شکاری که این شرایط در آن باشد، تعلیم داده شده باشد، او هم مسلط میشه، صاحب او را رها کند بر سر و لحاظا نام خدا را بگیرد و اون نخورد و نگه دارد. با این شرایط
صید این شکاری ها که سگ باشد یا باز و شاهین عرب ها مرغ دارد، شکاری پرنده دارد. لذا دلیل تشریحش در فقه هم نوشته، در حدیث هم نوشته که شاید پرنده تعلیمش اینه که وقتی او را بخوانید او برگرده بیاد، نره دنبالش. سگ اینقدر تعلیم نمیپذیره. چرا؟ وقتی که سگ صید را میبیند یا خرگوش را میبیند، این سگ دیگه نشست به دنبال او به صدای کسی توجه نمیکنه تا جایی که اون نفس دارد و اون صید را میبیند دنبالش بود. و یک تماشایی هم دارد وقتی او را داره دنبال میکنه. مرحله اول دوتا قوت دارن و با سرعت میرن. آخر کار دوتا چنان خسته میشن که سبحان، هم خرگوش خسته، هم آهو خسته و هم سگ که داره دنبالش میکنه خسته. امروز سگان دو طائر هم خسته نمیشه، بیچاره رسید میگیره. موتورسیکلت هستن روسی، این موتورسواره ها دیگه اینا خسته نمیشن، هی گاز میدن و بیچاره خرگوش که 4 مرتبه که گاز دادن دیگه تمام خسته میمیره. آهو را ها کردن به شرطی که زمین گودی و ناهمواری جلو اینها را نگیره، زمین صاف باشد، اصلا نمیگذارن اینها را. این موتورسواره های دلیل. واتقوا الله، از خدا بترسید، شرایط صید را رعایت کنید. و خدا را از کجا بگیریم؟ این اعتقاد را داشته باشید که ان الله سریع الحساب. به خاطر ارضای نفس شرایط صید را رعایت نکنید، بخورید، خدا از شما حساب میگیره. الیوم احل لکم الطیبات، باز اعاده احل لکم الطیبات، طیبات برای شما حلال قرار داده شده اند. لذا خبائث چطورند؟ نسوار و سیگار و چرس و بنگ، اینها جز خبائث هست. خصوصا تریاک و هریون و اینها خیلی خبیث هست. گر اینها که دیگه کاملا انسان فاسد میکنن، اینها در خبائث داخلن و کسی در آن شکی ندارد. و آنهایی که سیگار و نسوار و این کارها را نمی کنن، هم تقریبا طبیعتشون همین تقاضا می کند که حرمت اینها هم جز خبائث بشه، لیکن چون منسوس من الله نیستن و ضررشون اونقدر سنگین نیست جز این که خود سیگاری را بزرگان مکروه بنویسن، ما نمیتونیم بگیم قطعا حرامه. لذا از این کارها اجتناب بکنید. لبهای قشنگ و زیبای خود را، دندانهای قشنگ خود را با دود سیگار و با نسواری که سمش را ما هم نمیتونه تحمل کند، این لب نازک و زیبا را چرا خراب میکنه؟ خدا چه لب زیبای به انسان داده و چه دندان خوبی داده، اینه میزنید با سیگار کثیف و نجس و شکلش میکنید میکنید. چنان بوی بدی از درون اینها میآید. سبحان الله، چه بندگان خدای معذب میشن از دست این. خدا نجات بده. جوانها توصیه بکنید نصیحت بر علیه سیگار، بر علیه نسوار. سیگار و نسوار در تریاک، در چیه؟ تریاک در گرد، پله به پله انسان بالا میده. الله تعالی از همه این خبائث ما را حفاظت کنه. و همچنین حلال قرار داده شده برای شما طعام آنهایی که داده شدن کتاب، طعام آن کسانی که داده شدن کتاب حل لکم، حلالا برای شما. از این طعام مراد نان و برنج نیست سرورانی برای. به اجماع مفسرین مراد مذبوحه اهل کتاب. یهود و نصارا که معتقد به کتابهای آسمانی و به رسالت انبیا باشند،
و با نام خدا ذبح میکنند ذبیحه آنها برای شما حلال. مذبوحه یهود و نصارا حلال و طعام شما هم برای آنها حلاله، یعنی مذبوحه شما هم برای آنها حلاله. و همچنین والمحصنات من المؤمنات، زنان عفیفه و پاک دامن که مؤمنات باشه، از مؤمنات باشند، برای شما حلال. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، و آن زنانی که پاکیزه هستند از کسانی که داده شدند کتاب قبل از شما. زنان یهود و نصارا هم برای شما حلالند به شرطی که آنها معتقد به کتاب و به پیامبر باشند و معتقد به حلال و حرام باشند، مثل بوش و بلر و شارون که زنا را حلال بدانند نباشند. یهود و نصارا که معتقد به دین باشند زنا را حرام می‌دانند، لیکن این یهود و نصارای کمونیست که زنا را یک غریزه جنسی می‌دانند و حلال می‌دانند، نه حرام. همونهایی که قائل به حرمت زنا هستند و اعتقاد دارند اینها حرام حلال. وقتی شما دادید به آنها مهر آنها را، در حالی که شما همیشه خود را پاک دامن بکنید، غیر آبپاشی کننده باشید، آب فقط نریزی، هدف زنا نیست، و غیر متخذی اخدان، این غیر مصافیین صورت زنا در ظاهر، و در حالی که شما غیر گیرنده اخدان باشید، سرن زنا سری، به هر حال اینها برای شما حلال. صاحب جوهره نیره نوشته کرده شرط این که قائل تسلیس نباشه، لیکن مولانا عبدالحی و صاحب فتح القدیر نوشتن که مطلق مذبوح اهل کتاب جایز است، خواه تسلیسی باشد یا غیر. البته نصارایی که دهری باشند مذبوح آنها جایز نیست و زنان آنها هم حلال نیست. خب برای ما حلال کرد محصنات من المؤمنات، محصنات من الذین اوتوا الکتاب، که ما از آنها بگیریم. لہذا زن به یهود و نصارا دادن جایز نیست، مؤمنه را به یهود و نصارا ازدواج دادن حرام جایز نیست. گرفتن جایز، دادن زن مؤمنه به یهود و نصارا ناجایز. چرا؟ مرد میتونه خود را نگه داره و تابع زن نشه، لیکن زن بیچاره نمیتونه. زن مغلوبه در برابر مرد، در برابر شوهر، و آخر شوهر بر او غلبه میکنه، تطمیعش میکنه، تهدیدش میکنه. زن بیچاره دین خود را از دست میده، لیکن مرد نه. مرد شرطی که مردی باشه، نه دی مردان امریکایی یه غیره، مردی باشه تابع زن نمیشه. زن به هیچ عنوان نمیتواند یک مرد واقعی که مرده او را تهدید کنه. برای چی تهدیدش کنه؟ فطرتاً و طبعاً مرد قویه، زن ضعیفه. زن هر که باشه ضعیفه، زن دیگه. اگر مرد واقعاً مردی که قویه، پس زن گرفتن یهودی و نصرانی مباح، زن دادن به آنها که مؤمنه را به آنها زن بدید این حرام. و من یکفر بالایمان، جواب سوال مقدری و آن این که وقتی مذبوحه و نکاح جایز است، پس معلوم میشه که دین یهود و نصارا هم محبوبه. الله تعالی میگه نه، من یکفر بالایمان، هر کسی که انکار ایمان کند فحبط عمله، تمام اعمال خیر او بربادند و او در آخرت از خاسرین. بیان امر مصلح، امر مصلح که شما بر این محرمات الهی و این حدود و الهی را خدا شما میتوانید زمان احیا کنید که لحظه پابند 5 وقت نماز باشید. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة، ای مومنین وقتی شما اراده کردید و قیام کردید برای نماز و شما بی‌وضو بودید
پس بشویید شما چهرهایتون را طهارت جسمانی. صلات طهارت روحانی است و فغسلوا وجوهکم طهارت جسمانی. و ایدیکم دستهای خود را تا مرافق و مس کنید به سرتان و بشویید پاهایتون را الی الکعبه. تشریح این آیه را در کتاب طهارت فقه شما خوانده اید. و ان کنتم جنوبا فطهروا، اگر شما جنوب بودید، ابو طهارت صغرا بود، این طهارت کبرا هست، تربیت غسل. اگر شما جنوب بودید و خوب پاک کنید، یعنی تمام بدن خود را بشویید. و اگر شما مریض بودید و طهارت جسمی، سبحان الله، او علی سفر یا مسافر بودید، یا یکی از شما از غایت و از قضای حاجت آمد، او لامستم النساء، یا شما لمس کردی زنان را یعنی جامعتون با آنها نزدیک شدی. نزد امام حنیفه مراد از لامستم چون باب مفاعله هست، این کنایه از جامعتون هست. فلم تجدوا ماء، شما در این صورت آب ندید، مریضید و قدرت بر آب ندارید، آب برای شما ضرر دهد. فلم تجدوا ماء را معنی میکنه فلم تقدروا علی استعمال الآب، به خاطر ضرر یا به خاطر امکانات آب ندارید، مسافری. فتیمموا صعیدا طیبا، شما تیمم کنید، کست خاک پاک کنید، 2 ضربه مس کنید به چهره تان و به دستها. 1 ضربه برای چهره استعمال کنید، ضربه دیگر را برای دستها استعمال کنید. تیمم جنوبی و تیمم بی وضو یکیه سروران. کسی جنوبه لحظه هم همینطور تیمم، و کسی که وضو ندارد هم به همین طریق. شما مسافری جنوب شدید، لحظه تیمم کنید و نماز بخونید، احتلام شد. ما یرید الله بكم اليسر، ما یرید الله، خدا اراده نکرده، حکمت مشروعیت تیمم، الله تعالی اراده نکرده که فشاری لیجعل علیکم من حرج قرار بدهد بر شما تنگی. اگر به شما میگفت نماز نخوانید، وقت رسیدید به آب وضو بگیرید و 4 نماز خواندن گران می‌آمد. نماز نخوانید در طاعت و عبادت شما کمی می‌آمد. پس الله تعالی نخواست که شما را در تنگنا قرار بده. وقتی آب میسر نیست، موقع وضو آمده، جنوب مسجد تیمم کن و نماز بخوان، نماز را قطع نکن. این هم خودش دلیلی بر این هست که جمع در نماز نیست. ورنه آقا یک موقع نماز به اصطلاح آب نمی‌یابد، در موقع دیگر به آب میرسه. اسلام نگفته که شما این نماز را ببرید با اون نماز وصل کنید. این هم یک دلیل بسیار قانع کننده است که جمع در نمازها نیست. این آقاها جمع میکنن. چرا الله تعالی دستور تیمم میده؟ جنوبی را دستور تیمم میده، بے وضو را دستور تیمم میده، به خاطر این که الله تعالی اراده نکرده که بر شما حرجی بگذارد. اگر 5 نماز شما آب نمیافتید، 5 نماز را 1 مرتبه خواندن گرانه. این هم خدا نخواست که جمع کنید در آخر که به آب رسیدید غسل کنید، وضو بگیرید، نماز بخوانید. این چیز را که نگفته. موقع نماز آمد و آب یافت نشد، فتیمموا صعیدا طیبا. اگر که به نماز مغرب مثلا میتونی به خانه برسی، به آب برسی، اگر نماز عصر قضا نکن، تیمم کن، نماز بخون. معنیش اینه. مریضی وضو برای شما ضرر دارد، تمام دست و پای شما زخمه، بان پیچی و بسته شکسته است، خب وضو بگیریم خراب میشه. تیمم. مریضید که نمیتوانید وضو بگیرید، خب تیمم، نماز بخوانید. نگفت خب جمع کنید نمازها را وقت سالم شدید بخوانید، که اگر 10 روز مریضه 50 نماز کی میتونه بخوانه؟ یک شب 50 نماز خواندن آسان نیست سرورانی دارد. اسلام این غد
ولكن يريد ليطهركم. با تیمم اللہ تعالی اراده کرده شما را پاک کنه و کامل کنه نعمت را بر شما. اگر میگفت آب ندارید نماز نخوانید، مثل زن مریض نماز نمیخوانید. این خاطر پیغمبر علیه السلام فرمود ناقصات العقل و الدین، دین هم ناقص، عقل هم ناقص. اعتراض کرده خانم ها یا رسول الله چطور دین ما ناقصه، عقل ما ناقصه؟ گفت یک قسمتی شما نماز روزه نمیگیری در زندگی، تلاوت نداری، مریض. حالا ماه مبارک رمضان مخلوق روزه، زن مریضه بیچاره روزه نمیتونه بگیره، نماز هم نمیتونه بخوان، روزه را بعد قضا میکنه لیکن نماز نه. الله تعالی با دستور تیمم خاص نعمت را بر شما کامل کند، در نماز کمی نداشته باشید. نماز ورنه خدا میتونست بگه مثل زن که شما وقتی آب دریافت نکردید نماز نخوانید، معذوری، مریضید، وضو نمیتونید بگیرید، غسل نمیتونید بکنید، نماز نخوانید. الله تعالی گفت نه، با دستور تیمم خاص نعمت را بر شما کامل کنه، نعمت دین را، و تا شما شکرگزار باشید از این تسهیلاتی که خدا برای شما قائله. هر مریضی دارید تیمم کنو، نماز بخوان. ایستاده نمیتوانی، نشسته نمیتوانی، به اشاره، با اشاره نماز بخوان. نعمت کامل، الحمد، تسبیح، تکبیر، تحلیل، اینها همه برای تو اجر. بله زنانی که مریض میشون ذکر به کثرت کنه تا از قافله از نظر ذکر برن بالا. ذکر نمیتونه بگیره، نماز هم نمیتونه، قرآن هم نمیتونه تلاوت کنه، لیکن ذکر میتونه بکنه. و حتی نوشته کردن که زنان باید در موقع وضو بگیرن و سر جا هم بشینن و ذکر کنن تا که عادت نماز از گردن اینها دور نشه. 10 روز نماز نخوانه دیگه بی نمازی عادت میکنه، بعد نماز خواندن برای چقدر سخته. الله تعالی خاص نعمت را بر شما کامل کند، گفت به هیچ عنوان نماز قضا نکنید. مریضی تیمم کنید، جنوبی تیمم کنید، بی وضوی تیمم کنید، نماز. چه خدای مهربانیه. ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم، تا شما شکرگزار این همه تسهیلات بشید، در امتصال این نعمت ها شما از خدا سپاسگزاری کنید. بعد از امر مصلح، بعد ایادت، واذکروا نعمت الله، از این نعمت ها الهی به کثرت یاد کنید. چیه نعمت اللهی؟ الاسلام. تفسیر روح المانی نوشته کرد اون نعمت تو را یاد کنید اسلامه. این همه تسهیلات و آسانی الله تعالی برای شما نازل کرده، این نعمت های الهی را یاد کنید و عهدهایی را که خدا از شما عهد گرفته و میثاقه و عهدهای الهی را، اون عهدهایی که واثقکم به گرفته از شما خدا، اون عهدها را یاد کنید، ایفا کنید. هنگامی که شما ایمان آوردید قلتم، گفتی سمعنا و اطعنا، اون لحظه که شما ایمان آوردید گفتیم ما شنیدیم و خدا را اطاعت کردیم در تحلیل، در تحریم، در جایز، در ناجایز، در همه چیز ما الله را اطاعت کردیم. حلال او را حلال میدانیم، حرامش را حرام میدانیم، مباحش را مباح میدانیم، مشروعش را مشروع میدانیم، نامشروع و حرامش را حرام و نامشروع میدانیم. واتقوا الله، از خدا بترسید. ان الله علیم بذات الصدور. سبحان الله. نسخه اخلاص، بعد هم نسخه اخلاص تقوا است و نسخه تقوا الله علیم بذات الصدور. شما کجا حکم خدا را حکم میدانید و کجا نمیدانید؟ الله تعالی از اسرار دلهای شما خبر دارد. ایاده مضمون اول، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله، او مؤمنین باشید قیام کننده برای خدا. شما قیامتون برای خدا باشید. قوامین مبالغه،
خوب قیام کنید برای خدا، یعنی پایبند احکام خدا باشید. شهداء بالقسط، و شهادت دهنده به عدل باشید، به عدل شهادت بدید، غیر عادلانه شهادت ندید. نسبت به خدا شهادت حق بدید، نسبت به بندگان خدا شهادت حق بدید. ولا یجرمنکم شنآن قوم، یاده مضامین اول سوره هست. نه قیام شما برای خدا باشه، جنگ میکنید برای خدا، صلح میکنید برای خدا، پایبند برای خدا باشه، دستورات الهی را اجرا کنید، شهادت برای خدا بدید، عدالت را کنید. ببینید لا یجرمنکم شنآن قوم، برانگیخته نکند شما را بغض و عداوت قومی بر این مطلب که شما عدالت نکنید، بر عدم عدالت شما را بغض قوم وادار نکند، بلکه اعدلوا، در تمام معاملات و معاشرات عدالت کنید که هو اقرب للتقوی، این عدالت شما خیلی نزدیک به تقوا است. واتقوا الله، قدم به قدم از خدا بترسید، قدم به قدم از خدا، چون بدون خوف خدا انسان چیزی نیست. نسخه تقوا ان الله خبیر بما تعملون، الله مراقب شدیده، از اعمال شب و روز شما خبر دارد. جنایت کردید مؤاخذه میشید، اطاعت کردید جزای خیر شما داده میشید. وعده خداست برای آنها که ایمان دارند، یعنی از خدا اطاعت میکنند و اعمال صالح انجام میدن طبق فرمایش خدا، برای آنها مغفرت است و اجر عظیم است. وعده مغفرت برای مؤمن، اعمال صالح خدا مغفرت میکنه گناهش، این دفع مضرته، اجر عظیم میده، جلب منفعت. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، اونها که کفر میکنن یعنی آیات الهی را، دستورات الهی را اطاعت نمیکنن، خصوصا تکذیب میکنن آیات ما را، اولئک اصحاب الجحیم، اینها صاحبان جهنم، صاحبان جهنم همین است. همین مضمون را دو مرتبه اعاده کرد که الان گفت یا واذکروا نعمت الله، الان الله تعالی باز همین مضمون را اعاده می کند، یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله. او مؤمنین شما از نعمتهای وافر الهی که بر شما بوده یاد کنید، چقدر حلال چقدر حرام، اون حلالهای الهی را حلال بدانید، چه دستورات خدا به شما داده آسان، اینا را خوب یاد کنید. یاد کنید نعمتهایی که بر شما شده. اذ هم قوم، هنگامی که اراده کردید قومی که دراز کنند به طرف شما دستهای خود را، فکف ایدیهم عنکم، الله دست آنها را از شما بند کرد. در مقام حدیبیه 80 نفر در سوره فتح خواندید، نیت شبه خون بر پیغمبر علیه السلام داشت و بر صحابه، آمدن که ناگهان بر صحابه تاخت و تاز کنند. صحابه اینا را محاصره کردن، همه را دستگیر کردن در جنگل حدیبیه. حدیبیه جنگلی بود. الله تعالی اینجا گفت ببین ها که مسلمان شدن، بغض آنها شما را برانگیخته نکند بر این که شما عدالت نکنید و به احترامی نکنید آمین البیت الحرام ان صدوکم عن المسجد الحرام، اینها که شما را از مسجد حرام مانع شده اند، این بغض شما را برای این وادار نکنه شما تجاوز کنید، عدالت نکنید، بلکه یاد کنید آنجا که اینها شما را نگذاشت و من شما را فاتح کردم. آنها میخواستند که شما را نابود کنند، لیکن من جلوی دست آنها را گرفتم. هم اهل مکه جرأت نکرد که بر شما تاخت و تاز کنند. حدیبیه حتی به حرم الهی وصل، اهل مکه با زن و فرزند هجوم میکردن بر این 1500، لیکن الله تعالی میگه من با قدرت خودم دست آنها را کوتاه کردم، به آنها جرأت و همت ندادم.
آنهایی که آمده بودن در حدیبیه و آنهایی که در مکه بودن، من دست آنها را از شما بند کردم، به شما حتی یک کوچکترین ضربه هم وارد نشد. خب این احسان منه. لذا الان که اینها ایمان آوردند و من قبول دارند و پیغمبر من قبول دارند و قرآن من قبول دارند و آمدن که حج کنه یبتغون فضلا من الله و رضوانا، شما برای اینها تعدیل نکنید. حالان که شما در اوج قدرتی دیگه ترحم کنید. یاد شما نیست اون زمان که شما را چوگی می زدن؟ یاد شما نیست که چوگی های خوردید، کلاه شما افتاد، امامه شما افتاد؟ الان که شما قدرت دارید چوگی نزنید. چوگی می دارید چی؟ پس گردنی دیگه نزنید. شما هم پس گردنی خوردید دیگه. یاد شما رفت الان که به اوج قدرت رسیدید. شما هم در سلوله دیدید، شما هم لگد خوردید. الان چرا میزنید؟ قرآن همین چیز را میگه. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم، در سرزمین مکه که دراز کنن به طرف شما دستهای خود را برای ایذا رسانی و قتل شما، لیکن الله تعالی فکف ایدیهم عنکم، الله دست آنها را شما کوتاه کرد. الان که شما به وجه قدرتی دیگر دست دراز نکنید. همین خدا را که دست آنها را شما کوتاه کرده اطاعت کنید. ولا آمین البیت الحرام را مورد ایذا قرار ندید. شنعان قومی که شما را مانع بودن شما را وادار نکند بر عدم عدالت نکنید، بلکه اعدلوا و اقربوا للتقوی. الان که شما در اوج قدرتید عدالت کنید. دیروز که شما قدرت نداشتید دیگران بر شما ظلم کردن و من خدا دست آنها را شما کوتاه کردم، الان از من خدا اطاعت. فهمیدید آیه را؟ ها. واتقوا الله، از خدا بترسید قدم به قدم. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، اگر احساس ضرر از آنها داری باید بر خدا اعتماد کنه. مؤمنی حرف خدا را بپذیرید. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم. الله تعالی میگه من عهد و پیمان از بنی اسرائیل گرفتم و برای اجرای این پیمانها و برای اجرای قوانین من 12 سردارم تعیین کردم که این سردارها، این نقبا مراقبت کنن که مردم از فرمان خدا تخطی نکنن. وظیفه سردارها سنگینه. سردار تنها مراقبه این نباشد که فلان شخص دزدی میکند و جیب من خور میکنه، پنچوکی به من گیر میاد. سردار وظیفهش اینه که اونهایی که زیر دست او هستند اونها را به اطاعت خدا و فرمان خدا وادار کند، از نافرمانی خدا جلوگیری کند. سردار به خاطر این نیست که فقط باج بگیره و بخوره. سردار باید مراقب باشه. الله تعالی میگه من از بنی اسرائیل عهد و پیمان گرفتم و برای اجرای این عهد و پیمانها من 12 سردار هم تعیین کردم به عنوان مراقب. مراقبت کنید کسی خدا را نافرمانی نکنه، عهدهای الهی را اجرا کنند. یا ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، برای اجرای این عهدهای بنی اسرائیل الله میگه بعثنا منهم 12 نقیبا، من 12 نقبا یعنی 12 سردار تعیین کردم که هر قبیله باید از سردار اطاعت کند و سردار مراقب باشد اونها نافرمانی نکنند، عهد شکنی نکنند. و الله تعالی گفت انی معکم، مردم من با شما هستم، میت خاص من با شما هست، به شرطی که این فرایض را شما انجام بدید. لئن اقمتم الصلاة، اون عهدهایی که از بنی اسرائیل گرفته شده اینه،
اگر شما اقامه نماز کنید و بنی اسرائیل و پرداخت زکات کنید، اون وظیفه عملی و شخصی شما، این وظیفه اخلاقی شما، سرمایه‌دارها پولدارها به فقرا و مساکین بدن. و آمنتم برسولی، پیامبران من را تصدیق کنید، این اصلاح عقیده. و عزرتموهم، و اون انبیا را نصرت کنید در برابر دشمنان. پیامبران من را ایمان به پیامبران من بیارید، به دستورات انبیاء من ایمان داشته باشید. این فریضه اعتقادی شما. و عملا عزرتموهم ای نصرتموهم، آنها را نصرت کنید در برابر دشمن. و قرض دادید شما به خدا، قرض حسن علاوه بر زکات، دیگر در مسیر نصرت انبیا مال خرج کنید. انبیا جهاد میکنن، شما مال و جان خرج کنید و این خرج شما قرض حسن است. اگر شما اقامه نماز کردید، ایتاء زکات کردید، ایمان به رسولی آوردید و لحاظا عزرتموهم، نصرت کردید انبیاء من را و قرض دادید شما خدا را قرض حسن، ثمره اول لأکفرن عنکم سیئاتکم، تمام گناه های شما را میبخشم. و ثمره دوم شما را در جنت داخل میکنن که جاری از زیر آنها نهرها. و هر کس کفر کرد بعد از این عهد و پیمانها از شما، تو فقط ضل سواء السبیل، او از راه مستقیم گمراه میشه. فهمیدید؟ الله تعالی میگه عهد و پیمان من از بنی اسرائیل هم گرفتم که بنی اسرائیل این عهد و پیمانها را شما رعایت کنید، لیکن آنها نقض عهد کردند. به جایی که نماز بخوانن بی نمازی کردن، نماز نخواندن، زکات ندادن، انبیا را تایید نکردن، انبیا را نصرت نکردن، مال در راه خدا، جان در راه خدا خرج نکردن، من اینها را لعنت کردم. کسی نماز نخواند لعنتش کردم. این خصوصیت بنی اسرائیل نیست. در این امت هر که نماز نخواند ملعونه. در احادیث شما خواندید زکات نده هكذا. اگر اعتقاد نماز نداشته باشد، اعتقاد زکات نداشته باشد، اعتقاد نصرت انبیا را نداشته باشد، که کافره. مردم فکر کنن که زکات شاید حرف مولا است یا مولوی است. اعتقاد به فرضیت زکات کسی نداشته باشد در کفر شکی نیست. الله تعالی میگه فبما نقضهم، نتایج نقض، اول لعنت، دوم کساوت قلبی، سوم تحریف، چهارم تحریف آیات الهی، پنجم خیانت، انحماق در خیانت. فبما نقضهم میثاقهم، این عهدهای پنجگانه به طور ویژه و برای اجرای اینها نقیب هم من قایم کردم که به عنوان نائب حکم خدا را اجرا کنم، به نمازها را نگذارم به نماز. بله امروز این حاکمها را خدا حاکمیت داده که مردم را به نماز، روزه، زکات، حج، ادای نصرت دین الهی، وظیفه این حاکمها خیلی سنگینه، هیچ وظیفه انجام نمیدن. اینها را روز قیامت خدا سخت مجازات میکند. شما فکر نکنید که رئیسی اینها بدون پرس و سواله. چرا خدا اینها را؟ پیغمبر فرمود کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما راعی، شما از رعیت سوال میشید. شوهر راعیه، امیر راعیه، امام راعیه. هیچی نگید که مقتدی ها ناراض میشن و عشر و فطریه نمیدن. سخت مسئولیت دار. من خودم را میگم پیش نمازم، شما نه، شما که پیش نمازید. حکم خدا را باید بیان کرد. زکات دادن، عشر دادن، بله حکم خدا را بیان کرد. فبما نقضهم میثاقهم،
پس به سبب این که آنها نقض کردن عهدهای خود را، نماز نخواندن، زکات ندادن، انبیا را تایید و نصرت نکردن، در راه خدا جان و مال خرج نکردن، اول لعناهم، اینها را لعنت کردن، از رحمتهای خودم دور کردن. کیا هستن اینا که خدا لعنتشون میکنه؟ و اینا بنی اسرائیلن. بنی اسرائیل یعنی سید فرزند یعقوب، فرزندان یعقوب. اینها آقا زاده هستن، نیست آقا زاده، لیکن وقت نقض عهد آقا زاده بکنن هم میگه الله من لعنتش کرد. توجه هستی؟ اگر آخون زاده و پیغمبر زاده و پیر زاده نقض عهد کنه، نماز نخواند، الله میگه من لعنت کردم اینها، فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، من اینها را لعنت کردم که نماز نخواندم. پیر زادگان، آخون زادگان، مولوی زادگان، الله میگه من اینها را لعنت کردم. و نتیجه لعنت جعلنا قلوبهم قاسیه، دلها اینها را من سخت کردم، سخت دلشون کردم. لعنت ثمرش سخت دلی شد. سخت دلی ثمرش یحرفون الکلمه عن مواضعه، کلمات الهی را تحریف کردن. و این لعنتی ها کلمات الهی را تحریف میکنن، یحرفون الکلمه. ثمره قاسیه نتیجه و بره که دل اینها سخت شد، و جعلنا قلوبهم قاسیه، ثمره سختگیری تحریف کلام الهی شد. کلمات الهی را تحریف کردن، رد و بدل کردن. آنچه که به سود آخوندزاده ها بود خواندن، آنچه که به ضرر شد نخواندن. کلام الهی را تحریف کرد، لفظا یا مانا. خب تحریف کلام سبب شد که اینها از احکامات الهی فراموش شدن. نسوا حظا مما ذکروا به، فراموش کردن بخش از این میراث، اون اعمال و عقایدی که تذکر داده شده بودن به اون اعمال و به اون عقاید، بخشی را فراموش کردن. نسوا حظا مما ذکروا به، فراموش کردن بخش عظیمی را از اون اعمال و عقایدی که در طول تاریخ در تورات و انجیل و زبور به اینها تذکر داده شده بود. از نماز خبری نیست، عشق یا عزیر را میزنن. از نماز خبری نیست، عشق مولا یا علی را میزنه. از نماز، روزه، حج، زکات، حلال و حرام هیچ خبری نیست، عشق غوث اعظم را میزنه. و نسوا حظا مما ذکروا به، و این نسیان از اعمال و عقاید لازمه کاملا فراموش شد. و امروز این مرض ها هستن یا نه؟ اساس مردم نمیدانن. نسوا حظا مما ذکروا به. خب این چه نتیجه داد؟ نسیان از فرمایشات الهی، فراموشی، بیخبری از عقاید و اعمالی که خدا تذکر داده که این اعتقاد شما این باشد و این عمل را انجام بدید، این را حرام بدانید، حلال بدانید، حلال و حرام را کاملا فراموش کردن. هر چی به دهن آمد گفتن، هر چی به شکم آمد خوردن، هر چی به گیر آمد پوشیدن. فکر نکردن که حلال، حرام، این نظر غیر الله و این نجس پلید اینها برای غیر خدا نظر شدن، هیچی ندانست. نسوا حظا مما ذکروا، نتیجه اینه که اینها الان خائنان درجه یک شدن، در هر باب خیانت میکنن. لا تزال تطلع على خائنة منهم، نسیان از حلال و حرام انسان را خائن. همیشه شما میمانید مطلع میشوید بر خیانتی که از اینها سر میزنه. الا قلیلا منهم، مگر خیلی کم از آنها که مسلمان میشه. این 5 ثمر، لعنت،
ثمرش قاسیت قلوب شد، قساوت قلبی ثمرش تحریف آیات الهی شد و تحریف آیات، تغییر آیات، نسو حظ مما ذکروا شد، تحریف کردن. و امروز شما را به خدا قسم و مولویا، شما برید مردم از این همین محرمات خبری دارن؟ هم تستقسموا بالازلام، شما تبلیغش شنیدید؟ ما احل به لغیر الله، شما تبلیغش شنیدید؟ ما ذبح علی النصب، شما در این مورد سخنرانی شنیدید؟ همینه قرآن دارد میگوید نسو حظا مما ذو، اصلا حلال و حرام علی مطرح نیست. این همه نظره ها در حد گسترده در این کره خاکی برای غیر خدا داده میشن. مردم فکری دارن؟ فکر میکنن که اینا حرامه؟ چرا؟ شما ما احل به لغیر الله را بپرسید، توجیهش میکنند، توجیهش میکنند. مولا ایرم میگم این نظره که برای انبیاء و اولیاء میدن در ما احل به لغیر الله داخله، قبول نمیکنه. میگه نظر بوتا. آخر تفسیر حسینی بود اونجا، دست مولا حسین هم درد نکند. در یک موضع الان دقیق یاد من نیست از این 4 موضع، تقریبا در سوره بقره اون نوشته کرده که هرچی برای نبی و ولی نظر کنید هم در ما احل به غیر الله داخله. الان مولا صاحب فارسی هم بلده، دهنش اینقدر بازه. خب من که میگم تو قبول نمیکنی، این مولا حسین گفته در تفسیر حسینی. اتفاقا همون تفسیر حسینی همونجا گذاشته، ولی دیگه تفاسیر شما برید نگاه کنید، کسی نمیگه. این همه نظرهای الهی را میخونه، اصلا فکرم نمیکنه ما حرام میکنیم. من یک روز گفتم 60 گوسفند در سر پیر سهران در 3 روز 2 نفر کشته. این همه نظرهای غیر الله بودن که سر پیر سهران خوردن. دیگه اینها که سر ملک سیاکو نظر خوردن، ملک سیاکوی ها را بریدی پرسیدین ها که در زاهدان و این اطراف زندگی کردن دور بر ملک سیاکو چی نظری؟ این نظرهایی که بر سر بی دوست کشتند و خوردن، برید از اونها سوال کنید که چقدر نظر غیر الله خوردن و فراموش بودن از نسو حظا مما ذکروا به. الان اینقدر خائنن، در هر باب خیانت میکنن. زن خیانت میکند، مرد خیانت میکند، حاکم خیانت میکند، رعیت خیانت میکند. لا تزال تطلع على خائنة منهم الا قلیلا منهم، مگر خیلی کمن که خیانت نمیکنه. خب بابا اینها مار در آستین شدن، باید گردن بزنیم بیمانا را، اینا دشمنن. فرمود فاعفو عنهم، بلا ضرورت شرعی اینها را مجازات نکن، عفو کن از اینها، اعراض کنم ما سلف عنکم، ان الله یحب المحسنین. الله تعالی نیکوکاران را دوست دارد، آنهایی که نیکوکاری میکنند اونها را دوست دارد. نمونه دیگر برای نقض عهد، نصارا، اینها یهودی بودن، نصارا چیکار کردن؟ الله تعالی میگه نصارا هم اینطوری نفاق کردن، نقض عهد کردن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.